خب، به نام خدا خیلی ممنون از اینکه امشب تشریف آوردین. تشکر میکنم از حضور تک تک شما عزیزان. جلسه منتورشیپ رو برای فارین ترند آرکیتکت های عزیز ایرانی با فارسی زبانانی که امشب توی جلسه هستن، چه از ایران، چه از تاجیکستان، چه از افغانستان، چون چند نفری از دوستان از کشورهای دیگه هستن که فارسی زبانن ولی لطف کردن که تشریف آوردن. امروز 31 ماه ژانویه، اولین جلسه ما در سال 2024 هست و من امیدوار هستم که ما این جلسات رو بتونیم هر ماه در آخرین چهارشنبه هر ماه با هم دیگه داشته باشیم و در رابطه با مطالبی که بعضا سوال برای شما پیش میاد و من بتونم کمکی داشته باشم انجام میدم. اگر ویدیوهای جلسات گذشته رو شما ملاحظه فرموده باشید، هدف بر این است که ما در کامیونیتی ایرانی، بچههایی که رشته معماری خوندن و از ایران فارغ التحصیل شدن اومدن اینجا، یا اینکه اینجا فارغ التحصیل شدن یا هر کشور دیگه، احیانا اگر سوالی چیزی داشته باشن در رابطه با مسائلی که بتونه اینها رو ببره به سر کار، خیلی دوستانه این رو با هم مطرح بکنیم و جلو ببریم. حالا برای اینکه زیاد بر وقتتون رو نگیرم، من معمولا اول همه پرزنتیشن هام اگر دقت کرده باشید، چون بعدا هم این رو من میذارمش روی کانال یوتیوب شخصی خودم و دوستان هم ملاحظه میکنند، این دیسکلیمر رو میگذارم که اینها نظرات شخصی بر اساس تجربیات 20 و چند ساله من در کانادا است و با آدمای مختلفی حرف زدم. از ابتدا که اومدم توی فیلد آرکیتکچر بودم، ساختمان، یه مقداری کارهای ساخت و ساز، و بعد هم رفتم به سمت اینکه لایسنس معماریم رو بگیرم و تا الانم که مشغول هم کار حرفه‌ای هم تدریس در رشته معماری هستم. سعی میکنم آنچه رو که دیدم از ملیت‌های مختلف، از کشورهای جور و جور که سوالاتی پیش اومده و تجربیاتی رو اندوختم، به هموطنان عزیزم با زبان شیرین فارسی ارائه بکنم، چون اعتقاد دارم که ما میتونیم یک کامیونیتی برای خودمون داشته باشیم و هر چقدر که ما موفق تر باشیم و بیشتر پیشرفت بکنیم، جامعه ما بهتر پیشرفت میکنه و وقتی که جامعه ما بهتر پیشرفت بکنه، ما اینجا صدای واحدی برای حرف زدن داریم. این خیلی قشنگه که همه ما وضعمون خوب باشه، همه ما جزو آرشیتکت‌های موفق باشیم، همه ما بتونیم توی این کامیونیتی یک کانتریبیوشنی داشته باشیم و جلسه گذشته بیشتر به این موارد گذشت. برنامه امشب از این قرار هست که ما در ابتدای به ورود من یک خوش آمدگویی رو خواهم داشت. یک سروی رو ترتیب دادم، امیدوارم که این بار کار کنه. تمام سعیمو کردم که راه بیفته. اگر راه نیفتاد مهم نیست، سوالا رو میخونم توی چت باکس، جواب بدید. ابجکتیو این جلسه در رابطه با رزومه است. من 3 ابجکتیو برای رزومه مطرح میکنم امشب و با هم دیگه اینها رو مرور میکنیم، بحث میکنیم، دیسکاس میکنیم در مورد این ابجکتیو ها، و بعد هم یک سروی نهایی خواهیم داشت که در انتهای جلسه برگزار میشه و بعد هم یک جمعبندی و کلوزینگ ماجراست که میبندیم و میریم برای در واقع ماه آینده. مجدد میخوام تشکر بکنم از علی عزیز که لطف کردن این پوستر رو مجدد برای ما زحمتش رو کشیدن و درستش کردن و این خیلی برای من ارزشمند هست که ایشون انقدر با علاقه، با حوصله و با سعی صدر و بسیار بسیار با ادب همیشه به من لطف داشتن و همیشه پشتیبان این قضیه بودن. من گاهی وقتی من دلم میگیره بهش زنگ میزنم، با هم درد دل میکنیم، یا اینکه براش وایس میذارم، هم فکری میکنیم در رابطه با این جلسات. خیلی ممنون هستم علی جان. تشکر میکنم از بقیه عزیزانی که امشب وقتشون رو گذاشتن و تشریف آوردن. بسیار بسیار ممنونم از شما. ابجکتیو امشب این هست که ما این 3 سوال رو میخوایم مطرح بکنیم. سوال اولمون این هست که اساسا رزومه چیست و ما به چه چیزی میگیم رزومه، و اینکه توی فیلد آرکیتکچر چه چیزهایی توی این رزومه بایستی باشه. ما این رو اول مطرح میکنیم که کمی این باز بشه برای دوستان، بدونن که رزومه CV نیست. CV خیلی طولانی تر و بلندتره، ولی رزومه چیز کوتاه کوچیکی است که حالا بهش میپردازیم و به جزئیات براتون توضیح خواهم داد. بعد میریم سراغ این که چطوری ما میتونیم شغل بگردیم و پیدا کنیم. حقیقت این استش که ما بایستی رزومه رو برای یه شغلی تهیه بکنیم دیگه. اگر اون شغل نباشه، ما میخوایم برای چه چیزی رزومه تهیه کنیم؟ پس باید دومین ابجکتیو ما این هست که چطوری میتونیم جاب سرچ بکنیم و پستینگ های متناسب با رشته معماری در رشته‌ای که به ما مربوط میشه، که حالا من یک به صورت خیلی اتفاقی یک جدول موجزی رو
ترسیم کردم که فکر میکنم اون جدول خیلی این مطلب رو تو ذهن همه ما ببنده و کمکمون کنه که یک فهم بهتری نسبت به قضیه داشته باشیم. و در نهایت هم اینکه چطوری ما میتونیم یک رزومه خوبی داشته باشیم. How to prepare a good resume and obtain an interview. چون حقیقتش اینه که کار رزومه اینه که ما رو ببره به اینترویو. اگر که شما میتونید برید اینترویو، بنابراین اصلا نیازی به رزومه ندارید. پس این یک نکته است. بسیار عالی. بریم جلو ببینیم که حالا امشب ما میتونیم این سروی رو رانش کنیم یا نه. من یه لحظه اگه اجازه بدین پول رو پیدا کنم اینجا و خب شما این پول رو میبینی الان؟ بله. خیلی ممنون. سوال اول این هست که شما از کجا هستید؟ اگر ممکن باشه حالا فکر میکنم روی تلفنتون یا روی اون دستگاهی که کار میکنید قاعدتاً باید شما بتونید که این رو انتخاب بکنید. اونایی که از اونتاریو هستن، اونایی که از بریتیش کلمبیا هستن، کبک، آلبرتا، جای دیگه‌ای در کانادا، جایی در آمریکا یا جایی در ایران. دسترسی هست بهش؟ بله. بله دکتر. خیلی ممنون. مرسی. همینجور من باز میذارم خودتونم ببینید دیگه که ببینید این از کجاست و چه جوریه. خوشحالم که از بریتیش کلمبیا هم داریم، چون ما این ساعت رو گذاشتیم یه ذره دیر وقت برای بچهای این و شرق کانادا. ساعت 8 شب شاید یه ذره دیر باشه برای اینکه دوستان از بریتیش کلمبیا بتونن تشریف بیارن که حالا خوشبختانه هستند تو این جلسه. من تشکر میکنم. ممنون آقای دکتر. خواهش میکنم شهرام عزیز، خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردید. لطف دارید. خواهش میکنم. آقای دکتر سوال سوم من متوجه نمیشم. سوال اولمون که این است، حالا بریم جلوتر ببینیم که سوال دوم من چجوری میتونم این ادوانس کنم؟ بذاریم زیرش. سوال دوم داره میگه که آیا تحصیلات معماری دارید؟ و اینکه این untitled question. سوال سوم این بوده که آیا شما، اینو من بایستی درست تایپش میکردم، درست تایپ نشده، اینو ولش کنید. اینو ولش کنید که حالا چاره ای نیست. من میخواستم بپرسم که آیا کار CACB تون رو روی قلتک انداختید یا نه. سوال این بوده، ولی من متاسفم چون دو سری من اینو تایپش کردم برای اینکه بتونم مطمئن بشم که کار میکنه. بعد وقتی آوردمش توی اونی که توی این جلسه میخواستم ازش استفاده بکنم یادم رفته که اینو درستش کنم. به هر حال ببخشید. اگر که احیانا کار CACB تون رو روی قلتک انداختید که چه بهتر، اگه ننداختید زودتر بندازید. من تنها توصیم به شما این هست که لطفاً کار CACB تون رو زودتر راه بیاندازید که عقب نیفتید. این حالا فعلا از این ور ماجرا. تا من ببینم توی چت باکسم، خواهش میکنم ساعت رو میگم خوب هستش. خیلی خوب، ما پل رو میبندیم. حالا بعداً وقتی که من ضبط شدهش رو بذارم احیانا خودتون پل رو خواهید دید. و در سوال اول این که ما امشب 68% از اونتاریو داریم، 26% از بریتیش کلمبیا و 5% از کبک داریم. آیا تحصیلات معماری دارید؟ 95% گفتن که داریم و 5% گفتن که در حال حاضر در حال تحصیل رشته معماری هستیم. حالا اگر که ما ریزالت رو هم شیر بکنیم قاعدتاً شما بایستی بتونید ریزالت ها رو هم ببینید اینجا روی صفحه‌ای که دارید خدمتتون هستش. بسیار خوب. من اینو میبندم با اجازهتون، وارد بحث بعدی میشم. What is resume؟ اصلا رزومه چی هستش؟ میگه که یک یا دو برگ داکیومنت هست که به صورت اختصار توضیح میده که شما کوالیفیکیشن هاتون چی هست که برای یه شغل مشخصی که پستینگش رو دارید اقدام میکنید. پس یا یه برگه یا دو برگه، زیاد نباید بردارین توضیح بدین. برای شغل معماری عرض میکنم اگه بخواید شما برین استاد دانشگاه بشین داستان چیز دیگری است. اونجا بایستی یک کریکولوم ویتای مثلا 50 صفحه‌ای هم ممکنه داشته باشید، اون چیز دیگری است. ما اینجا داریم بحثمون بر سر این است که میخوایم همه رو سوق بدیم به سمت کار معماری. هدف معمار شدن هست و توی دفاتر معماری یا رشته‌های مربوط به معماری و ساختمان کار کردن.
پس یک یا دو برگ چیزی که کوالیفیکیشن های شما رو توش نوشته باشه، وقتی که میخواین برای یه جابی اپلای کنید که ریکوایرمنت هاش رو میدونید. این رزومه این هستش. حالا what is the job of a good resume؟ کار یه رزومه خوب چیه؟ اول از همه اینی که to take you to an interview، این که شما رو ببره به یک مصاحبه، و این که در اینترویو وقتی که شما رفتین اونجا، اون پنلی که دارن با شما صحبت میکنن اول از همه شخصیت شما رو بررسی میکنن. ببینید نوشته که in the interview the panel evaluates your personality and qualifications. اول نگاه میکنن ببینن شما چقدر میتونید برای اون شرکت شخصی باشید که بتونن با شما کار کنن. اشخاصی هستن که توی یه شرکتی کار میکنن خیلی بر نمیخورن با بقیه، یا اینکه آدمایی ان ترابل میکرن، مشکل ایجاد میکنن برای شرکت دنبال اون آدما نیست. اگر اینها مطمئن بشن اون شخصیت شما، شخصیت حرفه‌ای شما طوری هست که دوست دارن شما رو هر روز ببینن و شما هم دوست دارید که اونا رو هر روز ببینید، این برگ برنده شماست. بعد از اون ممکن استش که از شما بخوان که یه سری سوالاتی رو جواب بدین، یعنی ممکنه همونجا از شما فیلم مجلس یه امتحانی بگیرن. اون دیگه داستان متفاوته. هر شرکتی با توجه به امکانات خودش و با توجه به خواسته های خودش اون امتحانات رو برگزار میکنه. من یه خاطری رو اینجا براتون تعریف کنم که ببینید چقدر این رلوونت. من یک همکاری داشتم در زمانی که استخدام شدم در یک شرکت بسیار بزرگ معماری در تورنتو. 4 تا دفتر داشتن در این شهر و هولوش بالای 250 نفر برای این کمپانی کار میکردن. من استخدام شدم، رفتم شروع کردم به کار کردن. کارم هم بلد بودم، 2 تا شرکت قبلش کار کرده بودم، سر ساختمان بودم، کارمو بلد بودم. رفتم نشستم و شروع کردم کار کردن. همراه با من یک آقایی هم که شاید در 15 سال از من سنش بیشتر بود استخدام شد. خیلی مرد وزین و به قاعده ای هم. این اومد نشست و بعد خیلی آروم کار میکرد، خیلی با تأنی کار میکرد، یه ذره لم میداد جلوی مانیتور با یه اعتماد به نفسی. من گفتم خدای این دیگه خدای معماریه دیگه حتما. یه مدتی گذشت و اینها، بعد من دیدم منیجرها میان با ایشون دارن صحبت میکنن، باز میبرنش میارنش فلان اینا، نفهمیم چه خبره. ما تون فقط کار میکردیم، تولید میکردیم. ایشون بعد از 1-2-3 ماهی که اونجا کار میکرد، یه روزی اچ آر منیجر اومد بالا سرش با یه دونه کارتون خالی. یعنی این صحنه‌ای رو که من دارم برای شما تعریف میکنم هنوز که میگم تنم میلرزه. و یه جعبه رو بهش داد، تمام چیزای شخصیشو بهش گفت بذار توی این. حالا این با من استخدام شده، بغل من میشینه، ما با هم هر روز سلام علیک داریم. اینو بعد بود رو حساب این شغل رفته بود ماشین خریده بود، نمیدونم، به هر حال خیلی خوشحال بود از اینکه این شغل داره و این حرفا. بعد من بلند شدم که باش دست بدم که این داره میره، طبق فرهنگی که ما داریم به هر حال سلام خدافظی زیاد برامون مهم. آفیس منیجر به من، اون اچ آر منیجر به من اشاره کرد که بشین، اصلا این اجازه نداره به کسی هم دست بده. یعنی بدون خدافظی یه جور حالت کت بسته این از شرکت بردن بیرون، حتی دیگه نذاشتن به کامپیوتر دست بزن. خب این لحظه برای من خیلی لحظه تکان دهنده ای بود. شب رفتم و واقعا انقدر ناراحت بودم که 2 صفحه ایمیل بسیار بسیار شفاف برای اچ آر منیجر نوشتم که آقا این چه وضعی است؟ شما اگر کسی رو میخواین استخدام کنید که مطمئن نیستین کارش خوبه، چرا اول ازش امتحان نمیگیرید؟ خب بیاین من یه سوال براتون طراحی میکنم یا یه کسی دیگه که بلده سوالی طراحی بکنه، شما بیاین بر اساس اون شخص انتخاب کنید. ولی این کارو از اون به بعد شروع کردن و این خیلی برای من نقطه چیزی شد، عطفی شد که ببینم شرکت ها دارن امتحان میگیرن. پس خودتون رو برای اینترویوی عملی هم آماده کنید. پیام من این است، چون کوالیفیکیشن های شما خیلی مهمه در این حالی که شخصیتتون مهم است. داستان دیگری هم دارم، اینو خیلی خلاصه میگم. ما داشتیم برای پوزیشن تدریس در یکی از مؤسسات آموزش عالی کانادا استخدام میکردیم. شخصی رو میخواستیم که کارهای بیلدینگ اینفورمیشن مدلینگ رو بلد باشه. من یه سوالی رو طراحی کردم با همین منطق، با پنل، با چهر گروه صحبت کردم، گفتم اگر ما کسی رو میاریم باید ایشون هنزان بلد باشه چیکار میکنه. سوال طراحی کردیم و گذاشتیم و یه لپتاپی روی میز و اینها. بعد از اینکه شخصیت این آدم برای ما یه ذره روشن شد، احساس کردیم که دیگه بالاخره اون نفری است که میخوایم، بهش گفتیم خب حالا کامپیوتر رو باز کنید، ما یه فایلی داریم میخوایم ببینیم که شما چه چیز هست، میتونید این کار انجام بدید یا نه. ایشون خیلی راحت گفتش که من چندین وقت هست که اساساً دست به کامپیوتر نزدم و من دوست ندارم که کامپیوتر اساساً روشن کنم. خب ببینید این شخص
من وقتی رزومش رو دیدم گفتم این اصلا فقط این آدم به درد این کار میخوره، انقدر این رزومه عالی بود. ولی نهایتا استخدام نشد. چرا؟ به خاطر اینکه نتونست، اصلا کامپیوتر روشن نکرد که بخواد فایل رو باز کنه، مثلا اطلاعات از توش دراره. بنابراین آماده یک همچین چیزی باشید. قبل از اینکه رزومتون رو بخواید آماده بکنید، چند تا چیز رو بایستی حتما بهش توجه داشته باشید. اول از همه این که یک بسیار خودتون رو بشناسید. Have a good understanding of yourself based on your abilities and employer's need. ببینید شما اول باید خودتون رو بشناسید، بعدم ببینید که خواسته اون ایمپلویر چی هست. اگر شما خودتون رو نمیشناسین، بعدا میخواین برین سر یه کاری که 4 روز بعدش از اون کار بیان بیرون، همون بهتر که این کار رو نگیرید. بنابراین اولش برید اون کار رو بشناسید، بدونید که خواسته کارفرما از شما چیه. اگه داره شما رو استخدام میکنه که براش پرسپکتیو بکشین، باید بدونید شما بایستی نرم افزار سه‌بعدی رو خیلی خوب بلد باشید. اگر نرم افزار سه‌بعدی بلد نیستید، بنابراین بیخود اپلای نکنید. متاسفانه یکی از دوستان از ونکوور با من تماس گرفتن، گفتن که فلانی تو میخوای این جلسه رو بذاری، به بچه‌ها این رو بگو که کارای کس دیگه ای رو نشون ندن، چون کسی بوده که کار کس دیگه رو نشون داده، بعد گفته این همون پرسپکتیوی که اینا میخوان، استخدامش کردن، رفته نشسته اونجا. بعد بهش گفتن ما این همچین پرسپکتیوی که شما توی رزومت توی پورتفولیوت بود میخوایم اینو برای ما اینجا بکشیم. ایشون هم حالا یه 2-3 روز این ور میکنه و یه بالا و یه پایین و فلان، بعد میگن نه ایشون اصلا این کاره نیست. بعد بهش میگن خب ما همچین چیزی میخواستیم، تو که این توی پورتفولیوت بود چی شد؟ نه من یه جای دیده بودم، حالا یا اینترنت یا مال دوستم بوده، خوشم اومده گذاشتم توی آلبوم کارم. این کار واقعا صحیح نیست. بنابراین بایستی بدونید که اون امپلویر چی میخواد و شما آیا با اون توان رو دارید. اگر که اون کار رو دوست دارین، اگر علاقه‌مند هستید که این کار رو انجام بدید، بعد براش اقدام کنید، وگرنه میرید هم خودتون رو به دردسر میندازین. همین که به قول این دوست ما با حالت سرشکستگی اون آرشیتکت کانادایی بهش گفته من دیگه ایرانی استخدام نمیکنم. شما میادید کارهای دیگران رو میارید به ما نشون میدین و بعد میان توی شرکت، یعنی اسم جامعه خراب میشه. این کار درستی نیست. حتما قبل از اینکه بخواید وارد اون کار بشید، مطالعه کنید و اون مارکت اون کار رو بشناسید. بدونید که دقیقاً توی مارکت چه استانداردهایی رو از شما میخوان و چقدر شما توانمند هستید که اون کار انجام بدید. یعنی یک اولویشن درستی از خودتون داشته باشید. به قول یکی از دوستان میگم من فکر میکردم خدای رویتم، بعد رفتم تو این شرکت دیدم که ای بابا، مثل این که اساسا رویتی که اینجا داره کار میشه خیلی متفاوته با اون چیزایی که من بلد بودم، علیرغم که احساس میکردم که چقدر رویتم خوب هستش. از این اتفاقات زیاد میفته. یعنی ما فکر میکنیم بلدیم، دوستان میان من بهشون میگم شما کد بلدین؟ من تو ایران کد درس میدادم، میگم خب پس حتما مثلا پیپر اسپیس و مدل اسپیس و نمیدونم داینامیک بلاک و اینا رو بلدی. بعد میبینم یه کمی یواشتر شد تون صحبت فلان. بنابراین خواهش من این هست که یک نگاه واقعی نسبت به جاب داشته باشید. مطمئن بشوید که اون چیزی که اینها میخواهند شما اون هستید و اون توانمندی ها رو دارید و در رابطه با توانمندی هاتون نه زیاد غلوف کنید نه زیاد خودتون رو دست کم بگیرید. این یک چیزی است که بگید من دوست دارم که با شما کار کنم و اگرم چیز بلد نباشم یاد میگیرم. فقط خواهشم این هستش که این چیز رو، این به قول معروف فرصت رو به من بدید که من بیام کمک کنم. من میبینم یه سری سوالایی داره میاد توی چت باکس، حتما جواب خواهم داد، ولی یه جایی من پاز میکنم، سوالا رو میخونم جواب میدم. بذارید که این مطلب رو بریم جلو، شاید یه سری از جوابات توی این صحبتایی که من میکنم باشه. بحث پروفشنالیزم رو رعایت کنید، یعنی آدم پروفشنالی باشید. چی؟ سر وقت برین. بعد از این که حتما بعد از اینکه مصاحبتون تموم شد، اگر رزومه شما رو برد برای مصاحبه، حتما یه تانکیو لتر بزنید. من میبینم متاسفانه بعضی از دوستان به علت اینکه خیلی توی سرعت هستن، توی راش هستن، میان یه سوالی میکنن، یک جوابی میگیرن، بعد میرن دیگه پیداشون هم نمیشه. یعنی حتی یک تانکیو نمیفرستن. این خیلی بده. ببینید شما بایستی یک ایمپرشن خوبی رو روی اون کسی که باتون مصاحبه کرده بگذارید. اگر اونا احساس کنن که شما آدمی هستید که قدر این پوزیشن رو میدونید، واقعا علاقه‌مندید که با اون شرکت کار کنید، حالا 6 ماه، 1 سال، 2 سال برید و واقعا تمام توانتون رو بذارید که هم
به اونها خدمت برسونید، براشون تولید داشته باشید، همین که در کنارشون یاد بگیرید. زودتر از 2 سال معمولا معمول نیست که از اون شرکت شما بیاید بیرون. بنابراین روابط پروفشنال رو نگه دارید. حالا من زیاد امشب در مورد پروفشنالیزم نمیخوام صحبت بکنم، ولی مهمترینش تانکیو لتره. بعد از مصاحبه اگر رزومه شما رفت و براتون مصاحبه گرفت، رفتید و مصاحبه انجام دادید، حتما کانتکت اینفورمیشن افرادی که در جلسه هستند رو بگیرید و براشون یک تانکیو لتر کوتاه بنویسید که خیلی ممنونم که این فرصت به من دادید که مثلا دیروز بیام و کارام رو به شما نشون بدم. ازتون خواهش میکنم که این فرصت رو به من بدید که من بتونم توی شرکت شما کار کنم. مطمئن هستم که میتونم به شرکت شما خدمت بکنم و این فرصت رو میخوام که شما به من بدید. اگر این اپورتونیتی رو به من بدید، من خیلی ازتون ممنون میشم. این یک خیلی خیلی ساده است. قبل از اینکه برید به مصاحبه، مطمئن باشید، دیترمین باشید در رابطه با اینکه شما میتونید این کار رو انجام بدید و این باور رو داشته باشید که این کار من هست. اگر خودتون نسبت به خودتون شک داشته باشید یا نسبت به اون اپلیکیشنتون شک داشته باشید، مطمئن باشید این توی صدای شما، توی نحوهی که شما دارید باشون صحبت میکنید تأثیر میذاره و این موفقیت شما رو تحت شعاع قرار خواهد داد. حالا چجوری ما بیام شغل پیدا کنیم؟ چجوری سرچ کنیم؟ سرچ کردن جاب هایی که میشه پیدا کرد، یکیش از طریق نتورکینگه. شما هر جا میرسین، به من، به دوستتون، به همکارتون، به همسایتون، به کسی که میشناستتون میگید. اونا میگن که خب خیلی خوب، ما اگر که جابی باشه بهت اطلاع میدیم. پس شما باید اول احساس نیاز بکنید و بعد به نتورک نزدیک خودتون این اطلاعیه رو بدید. حالا خیلی ها هستند که توی لینکدین میاد دور عکس شما مینویسه که open to position. اینم یک روش خوبی است. یعنی از طریق لینکدین هم شما میتونید این کارها رو پیدا بکنید. حالا من میرسم بهش. اسوسییشن وبسایت چی هستش؟ وبسایت انجمن معماران محلی شماست. در اینجا من آدرس انجمن معماران آنتاریو رو آوردم. وقتی من رو این کلیک میکنم، قاعدتاً باید باز بشه. بذارید ببخشید، من ادمیت کنم. بذار ببینم من اگر بتونم اینجا. من علی جان رو کوهست کردم. احیانا اگر دیدید کسی پشت در مونده یا دارن دوستان وارد میشن، شما لطف کنید واردشون کنید. حالا اگر که خواستینم برید مسئله نیست، بگید، من بقیه دوستان هر کس دوست داشته باشه میدم که کوهست باشید که بتونید وارد بشین. ببینید الان شما میتونید ایشونو وارد کنید، چون یه نفر الان پشت خط. مرسی، درست شد. بله، من دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، محبت فرمودید. خب پس یکی از مهمتریناش انجمن معماراست. حالا بذارید من این انجمن معمارا رو پس براتون باز کنم، یه مثال براتون بزنم که بدونید کجا برید دنبال شغل بگردید. تو ویدیوهای قبلیم البته گفتم، اما یه بار دیگه اینجا فکر میکنم لازم هست که بگم. شما صفحه گوگل من الان میبینین، سرچ گوگل من اومد. خیلی بله. من اینجا مینویسم، عرض بفرمایید که مینویسیم بریتیش کلمبیا Association of Architects. ما میریم توی انجمن معماران بریتیش کلمبیا. امشب مهمون داریم از BC. بذارید برای اونا سرچ کنید. میتونید برین تو OAA، میتونید برید تو آلبرتا، هر کدوم از این استان. ما الان اومدیم اینجا سرچ کردیم بریتیش کلمبیا Association of Architects. اینجا توی این در حقیقت وبسایت، اگر شما بیاد روی این کلیک بکنید، این به شما میبره شما رو توی انجمن معماران بریتیش کلمبیا و اینجا یک کریر سنتر دارن، یه جاب بورد دارن که توی این جاب بوردشون اگر بگردید شما خیلی راحت میتونید از توی اینا پیدا بکنید. اول اینکه من پیشنهاد میکنم که انجمن معماران خودتون صفحه‌ش رو قشنگ زیر رو کنید، یعنی کامل بشینید بخونید همه اینا رو در بیارید که اینا چیکار میکنن، اینترن آرکیتکت کیه، آرکیتکت کیه، چجوری میشه آرکیتکت شد، ریتایرد آرکیتکت کی هست. خودتون رو با این الفاظ آشنا کنید. یکی از یعنی این وبسایت ها خیلی کمک میکنن که شما
بتونید آشنا بشید با بحث معماری. حالا این در بریتیش کلمبیا است، اونتاریو یا هر جایی. همونطور که عرض می‌کردم خدمتتون، وقتی که بریتیش کلمبیا اسوسییت آف آرکیتکتس رو شما سرچ میکنید، میتونید وارد این لینکش بشید از توی گوگل بلافاصله. همونطور که عرض کردم خیلی خوبه که با این وبسایت خودتون رو آشنا بکنید و یادش بگیرید. اون کاری که شما باید انجام بدید برای پیدا کردن شغل ها توی AIBC Classifieds هستش. این رو کلیک میکنید و بعد پستینگ هایی که دارند و کلاسیفیکیشن هایی که وجود داره رو زیر این لینک اگر دقت بفرمایید میتونید پیداش بکنید. وقتی که روش کلیک میکنید این شما رو میاره توی این صفحه و دو بخش دارید. یکی کریر اپورتونیتیه که جاب هایی هستش که کمپانی‌ها گذاشتن، شما میتونید بگردید و شغل رو پیدا کنید. اگه من روش کلیک بکنم توضیح میده. الان اون شغلایی که بالا هست، مثلا این شرکت داره دیزاینر استخدام میکنه، تکنولوژیست، اینترن آرکیتکت و غیره و ذالک، کانترکت ادمنستریتور، پراجکت منیجرز. همینجور که ادامه بیاد پایین اسم شرکت های دیگه هم هستن، حتی رنج حقوقی رو هم داده و اینها میتونید از اینجا جاب ادورتایز ها رو ببینید. یه قسمت دیگه بریتیش کلمبیا داره که سیکینگ ایمپلویمنتس هستش. اونایی که میخواد دنبال شغل بگردن میتونن بیان رزومهشون رو به این شکل بفرستن برای AIBC وقتی که اینترن باشن و اونها میان این جاب پستینگ رو اینجا براش میگذارن که کمپانیا ببینن و شما میتونید تقاضای کار بدید اینجا که آمادگی خودتون رو برای کار پیدا کردن اعلام بفرمایید. این خیلی گشت ساده‌ای بود که من اینجا روی IBC گفتم. ادامه بدیم با بحث اونتاریو و پیش بریم با هم. Career Opportunities اینجا شروع شد. ببینید الان مثلا اینجا تورنتو کاتولیک دیستریکت اسکول بورد داره دنبال سوپروایزر سستینبل آوتدور میگرده. Intermediate Level Architect در دنبال اینا میگرده. Marketing and Business Development Coordinator. اینا رو اگر اون ویدیوی مصاحبه‌ای که من درست کردم و ببینید، این بیزنس دیولپرها رو توضیح داده بودم توش که کیا هستن. این آرکیتکت و اینترن آرکیتکت داره اینا استخدام میکنه. یعنی کم نیستن شرکت ها و شما باید بگردید پیدا بکنید و توی به هر حال انجمن معماران اون محل کم نیست از این آگهی ها. این یکی از بهترین جاهایی هست که شما میتونید شغل ها رو پیدا بکنید. خب حالا بریم بعدش لینکدینه. شما توی لینکدین خیلی هستن که میگن ما داریم هایر میکنیم. حتما یه پروفایل حرفه‌ای توی لینکدین بذارید. عکسی که برای پروفایل لینکدینتون میذارید عکس حرفه‌ای باشه. نرید با موبایلتون از خودتون یه عکسی بگیرید که زیاد کیفیت نداشته باشه یا فاصلتون انقدر دور نباشه. اصطلاحاً بهش میگن هدشات حرفه‌ای. اگر یه هدشات حرفه‌ای از خودتون داشته باشین با یه لباس نسبتاً رسمی، این میتونه به شما کمک بکنه که اون کسی که داره چهره شما رو میبینه به عنوان یه آدم پروفشنال بتونه روی شما حساب بکنه و شما رو به فکر استخدام شما بیفته. این یکی از روش هاست. یکی دیگهشون ریکروتمنت کامپانی ها هستن. من یادم از زمانی که یه موقعی بود خیلی خسته شده بودم از دنبال شغل گشتن، یه شرکتی بود خیلی قدیم 20 سال پیش توی تورنتو، اینا اساساً کار شغلیابی داشتن. شما میرفتید باشون صحبت میکردید، رزومتون رو باشون هماهنگ میکردید. حالا معمولاً بایستی از شما پولی نگیرن. حالا بعضی هاشون هستن یه پولی میگیرن، میگن بیا ما رزومت برات درست کنیم و فلان فلان. این دیگه بسته به اون قراردادی که شما باش میبندید و روش کاری که اون شرکت ریکروتمنت کمپانی داره. اگر رپیوتبل هست و اینها اشکالی نداره، میرید اونجا به هر حال رزومتون رو میبینه، رزومتون رو درست میکنه، بعد با توجه به شغلی که قبلا داشتید میشینه باهاتون صحبت میکنه. بعضیاشون یه ذره از مرحله پرتن، یعنی اصلا کار معماری نکرده طرف. شما بهش میگید من مثلا کار دیزاین کردم، بعد میگه خب حالا توضیح بده دیزاین چیه تا من بهت بگم آیا واقعا این کار برات خوبه یا نیست. اگر میبینید که اون طرف چیزی از معماری سرش نمیشه و داره شما رو سر میدونه، بنابراین زیاد وقت خودتون رو تلف نکنید. سعی کنید که برید با کسی کار کنید که میفهمه کار رشته معماری رو و میتونه بهتون کمک بکنه. همینجوری الله خدا کریم اون کمپانی رو انتخاب نکنین، چون نهایتا وقتتون گرفته میشه و اون چیزی هم نتیجه هم که باید بگیرید از کار
نمیگیرید و این خیلی بده، خیلی حیفه. پس یکی از راه ها ریکروتمنت کامپانی ها هستن، کارشون هم خیلی خوبه. یکیشون برای من چند سال البته من سابقه کار داشتم، ظرف 48 ساعت کار پیدا کرد و نسبتا هم بد نبود، ولی خب حقوقش یکم کم، مهم نیست. حالا ما داشتیم در مورد شغل‌های مرتبط صحبت می‌کردیم. الزام این نیست که شما حتما برین توی شرکت معماری کار کنید. یه موقعی هست میگه آقا من اصلا از معماری خسته شدم، انقدر مثلا تو شرکت نشستم نقشه کشیدم، حقوقش کمه فلان، و واقعا هم هستا، یعنی مشکلات داره رشته معماری. من میخوام برم یه جاب مرتبط انتخاب کنم که بتونه به من جاب بده، ولی زیادم به هر حال بیکار نمونم، کاری باشه که تو رشتم. عناوین شغلی که شما باید دنبالش بگردید چیا هست؟ ببینید، تکنولوژیست یا تکنیشن. اینجا به نقشه‌کش میگن تکنیشن. به نقشه‌کش با سابقه ای که ابعاد و اندازه مصالح ساختمانی رو میدونه، سیستم های ساختمانی رو میدونه، دیتیل هایی که ساختمان باهاش ساخته میشه رو بلده میگن تکنولوژیست. دوره تکنیشن در اونتاریو 2 ساله، دوره تکنولوژیست 3 ساله. در آلبرتا که من تدریس میکردم اونجا دوره تکنولوژیست 2 ساله بود. یعنی این امکان داره که اگر شما برین آلبرتا 2 سال بخونید، برگردید بهتون بگن تکنولوژیست. حالا این تفاوت فرمتی بود که توی آلبرتا با اونتاریو وجود داشت. یکی دیگه از شغل‌ها دیزاینره. دیزاینر کسی هست که میشینه حرف کلاینت رو گوش میده، میفهمه که کلاینت چی میخواد، بر مبنای خواست کلاینت میاد چه کار میکنه؟ فضا رو طراحی میکنه. حالا چه فضای داخلی، چه فضای بیرونی، چه حجم ساختمان، اینا دیزاینرها هستن. کسانی هستن که کانترکت ادمین انجام میدن، اینا رو بهشون میگن CA، کانترکت ادمین. کسانی هستن که نقشه های فاز 2 میکشن و در عین حال وارد هستند که چگونه سایت اینستراکشن بنویسن. ببینید، وقتی که شما پکیج نقشه ها رو کامل میکنید میفرستید برای جنرال کانترکتور که بسازه، جنرال کانترکتور ممکنه توی نقشه ها یه سری ابهامات براش وجود داشته باشه، یه سری سوال براش پیش بیاد و شما مجبورید که به سوالهای اون پاسخ بدید. حالا این سوالا وقتی میاد برای شما بایستی اول بفهمینش، پس باید کارو بلد باشین. دوم از اون که بایستی بدونید که این کاری که این سوالی که این پرسیده مربوط به کدوم کانسالتنت هست، مربوط به آرشیتکت، مربوط به سازه است، مربوط به مکانیکال، الکتریکال یا دیگر کانسالتنت ها. بعد شما این که بایستی این، یعنی که مثل کسی که توی بسکتبال سنتر بازی نمیکنه، همه توپا میاد برای شما و شما باید بدونید که این سوال مربوط به کدوم ساب کانسالتنت هست، به اونا بفرستید. بعد از اینکه جواب رو گرفتین، در نقشه های معماری، سازه و تأسیسات تأثیراتش رو، رد پای اونها رو تصحیح کنید و بعد بتونید چیکار کنید؟ با یک ایمیلی به صورت رسمی به این سوالاتی که اینها دادن پاسخ بدید. اونها وقتی دارن ساختمان رو میسازن در طول مسیر با سوال مواجه میشن، بنابراین برای شما request for information میفرستن، بهش میگن RFI. وقتی که اونا RFI فرستادن، شما RFI رو میگیرید، باید بتونید ظرف 48 ساعت تمام جوابهایی که لازم هست رو تهیه کنید. اگر تغییری در نقشه ها هست، نقشه ها رو درست کنید، با کانسالتنت های مربوطه صحبت کنید، نقشه های اونها رو هم درست کنید، بعد بیاین آخرین ورژن نقشه ها رو چیکار کنید؟ سیو از کنید، نگه بدارید توی رکورد و بعد به اونها سایت اینستراکشن بدید. پس جواب هر RFI یک SI، یک سایت اینستراکشن. جواب هر request for information یه سایت اینستراکشن که بایستی تمام دیسیپلینایی که زیر اون مجموعه هستن باهاش کوردینیت شده باشن. این یک کمی تجربه لازم داره، یعنی شما حداقل باید 4-5 سالی کار کرده باشین تا بعد بتونید کار CA انجام بدید. و خب برای بچه‌هایی که میخوان آرشیتکت بشن، توی دوران اینترنشیپشون حتما یه تعداد ساعت CA وجود داره و بایستی حتما بلد باشن. بالاتر از اون میشه پراجکت منیجر. یعنی شما وقتی همه این کارا رو بلد باشین، بتونید واقعا همه این مشکلات کار رو حل کنید، برین توی سایت جلسه بذارین، مشکلات کارگاه رو ببینید، مشکلات دفتر رو ببینید. یعنی هم باید آفیس منیجمنت بلد باشین، هم بایستی بتونید سایت منیجمنت کنید، برید و گزارش کارگاهی هر هفته بنویسید، پروژه ها رو مدیریت کنید و توی تمام جلسات شما حضور پیدا خواهید کرد
خب طبیعتا حقوقتون خیلی بالاتره، بعضا ممکنه به شما یک سهمی از شرکت بدن. بنابراین کسی که حداقل یه 10 سالی سابقه کار داشته باشه میتونه یه پروژکت منیجر خوبی بشه اگر از ابتدا تارگت کنه برای اینکه میخواد بره به اونجا برسه. حالا همه اینها، این پیش کلماتی رو، این در واقع کلمات ترکیبی رو که من اینجا نوشتم هم میتونه داشته باشه. مثلا اسیستنت دیزاینر یا اسیستنت کانترکت ادمین، یعنی شما میرید وردست کسی که کانترکت ادمین میکنه کارهای اونو کمکش میکنید که انجام بده. یا اینکه اینترمدییت دیزاینر، اینترمدییت تکنولوژیست، یعنی کسی که حداقل یه 3 سالی سابقه کار داشته باشه، اون وقت بعد میشه اینترمدییت. سینیور تکنولوژیست، سینیور تکنولوژیست یک کسی است که شما هر ساختمونی رو که بهش بدین دیتیلای همه جاشو میتونه براتون دراره، از فونداسیون، از تراز طبقه، از مزنین، از پراپت، از خرپشته بام، از آسانسور، از بالابر. اینا دیگه کسایی هستن که سینیور تکنولوژیستن، یعنی خدای دیتیلن، میتونن کارهای دیتیل ساختمان رو کامل انجام بدن. بعد از اونم که دیگه حالا یه سری اچ آر ها برای خودشون یه سری ترمینولوژیای درست میکنن. یعنی شما وقتی داری جاب پستینگ رو میخونی میبینی که این کلمه رو من قبلا باهاش آشنا نبودم، حالا اینجام نوشته. اینا رو دیگه خودتون توی این کلماتی که اچ آر ها در میارن دیدین حتما توی جاب پستینگ ها. اینها رو نترسید ازشون، ولی بدونید که وقتی میگه که انقدر سابقه، واقعا اینا دنبال اون انقدر سابقه هستند. حالا اینا شد عناوین شغلی. بعد برای کمپانیایی که میتونید شما کار کنید، یکیشون آرشیتکت ها هستن که در موردش صحبت کردیم. دیگری کانسالتنت ها هستن مثل الکتریکال، مکانیکال، استراکچرال و معمولا هم بهتر پول میدن. یعنی اگر که کارشو بلد باشین، به خصوص توی مکانیکال، شما اگر بلد باشید که مثلا ابعاد اندازه داکت ها و دیفیوژر ها و سایز مثلا دستگاه های اچوک و فلان اینا رو بدونید، خب خیلی توی دیمند خواهید بود، به خصوص اگه بتونید اینا رو توی رویت هم باش کار کنید، 3 بعدیش هم بکشید. یعنی دیگه نور علی نوره دیگه. اون شخص واقعا همه جا توی دیمند خواهد بود، ولی دیگه میشید طراح تاسیسات دیگه، باید انتخاب کنید. یا اینکه میتونید برای جنرال کانترکتورها کار کنید. جنرال کانترکتورها کیا هستن؟ کمپانی‌هایی هستن که زیر مجموعهشون کارپنتر و لوله‌کش و کار کانکریت کار و نمیدونم برق کار و اینا دارن، ولی باید خودشون کسانی داشته باشن که نقشه رو بفهمه، بتونه برای نقشه استیمیت بده، بیل آف متریال دراره، بدونه که مثلا اینجا چقدر سیم لازم داره یا چقدر مثلا درایوال لازم داره، چند تا سطل ما باید رنگ بخریم برای اینجا. یعنی خیلی کار شما تبدیل میشه که نقشه هایی که از معمار میاد بخونید، بفهمید، برای ساب کانترکتورها توضیح بدید. این میشه کاری که توی جنرال کانترکتور. حقوقاش هم خیلی خوبه. یه شرکت های مثل الستان، مثل PCL، مثل کلارک بیلدرز، اینا شرکت های هستن که شما میتونید برای اون جابا اپلای بکنید. یا میتونید برید کار کنید برای شرکت هایی که ساب کانترکتور هستن، یعنی یه شرکتی کار تاسیسات انجام، کار لوله کشی انجام میده. آقا ما کارمون اینه که بیایم سیستم اسپرینکلر سیستم بزنیم، از اون سیامیزی که توی خیابون سر شیر آتش نشانی بهش وصل میشه اینا انجام میدن، بره تا برسه به تمام حالا این سرا رو بهش میگن پندنت و آپرایت، اون چیزایی که میچرخه توی سقف مثل فواره آب میپاشه، اینا اسپرینکلر سیستم. فقط این کمپانی کار اسپرینکلر سیستم میکنه. بنابراین لازم داره یک کسی مثل شما که نقشه معماری رو بفهمه، بعد بتونه میزان لوله‌ای که باید اینجا استفاده بشه رو براشون استیمیت کنه، بتونه به کانترکتورها بگه که کی بریم کی بیان، الان باید چه فازی رو انجام بدید و باید فردا کدوم پروژه هستید، پس فردا کدوم پروژه هستید، بتونه کار رو هدایت کنه. چون فهم نقشه خیلی آسون نیست. فکر نکنید که اینجا همه نقشه ها رو میفهمن و همه با نقشه راحتن. همین که شما نقشه بلدید بخونید، این خودش یکی از اسکیل هایی هستش، یکی از اسکیلز هایی هستش که شما میتونید باهاش کار بگیرید. بنابراین خودتون دست کم نگیرید. یا اینکه میتونید برید در گاورمنت کار کنید. حالا گاورمنت هم 3 لایه داره، یا شهرداریه، یا استانداریه، یا کار مملکته. یعنی اصطلاحاً بهش میگن میونیسیپال، پروونشیال و فدرال. اگر این 3 لایه شما یه جای دیدین که آرکیتکت میخوان، تکنولوژیست میخوان، دوستان میگن ما بریم لایسنس بگیریم که چیکار کنیم؟ خب شما لایسنس بگیرید، میتونید برید در اداره آموزش پرورش بشید ناظر پروژه های آموزش پرورش.
شما میتونید برید ناظر پروژه‌های شهرداری بشید، کارمند شهرداری باشید، ولی برای به عنوان آرشیتکت کار کنید برای شهرداری. طرحهایی که میاد توی شهرداری رو میشینید توی کمیته نظر میدید. بنابراین خیلی میتونه کارهای گاورمنت خوبی بعد از اینکه شما لایسنستون رو میگیرید بخصوص بگیرید. اگر تکنولوژیست هم باشید بازم میتونید بگیرید. اونایی که BCIN دارن میتونن باز خیلی اپلای بکنن برای کسانی که پلن چکر بشین، توی فرانت دسک بیستید، با کلاینت ها صحبت کنید، نقشه‌هایی که مردم میارن رو تحویل بگیرید، فایل کنید، بررسی کنید، نظر بدید و بخواید که نقشه ها رو کامل کنن و بیارن. بنابراین این رو هم باز دست کم نگیرید. کارهای گاورمنت هم کارهای خیلی خوبی هن. خیلی هم دردسرش کمه، خیلی هم معمولا خواهان زیاد داره، چون پکیج و بنفیت و مرخصی و اینجور چیزاش خیلی خوبه. حالا همه این چیزایی که من گفتیم، من عادت دارم سامارایز میکنم. این سامارایز اون چیزی است که توی این 2 صفحه قبل گفتم. سمت چپ 8 تا کمپانی نوشتم: آرکیتکچر، کانسالتنت، مانیفکتچررز. حالا هر کدومش که ندونستید بپرسید، من میگم براتون. بالا هم اومدم عناوین شغلی رو نوشتم، مثل تکنیشن، مثل کد درافتس پرسن یا آپریتور، دیزاینر، مدلر. کسانی که با 3D کار میکنن مدلر میشن دیگه. شما ببین این 8 تا با 4 تا 32 تا جاب مختلف همین الان توی این جدول شما میتونید ببینید که شما میتونید براش اپلای کنید. بنابراین خودتون رو محدود فقط به شرکت‌های معماری به نظر من نکنید. برید چند سالی ممکنه شما برید برای مهندسای استراکچر کار کنید، کانسالتنت استراکچر. چه اشکال داره؟ خیلی هم عالیه. بعد از یه مدت که کار کردید نقشه معماری میاد زیر دستتون دیگه، چون سازه ها با معمارا کار میکنن. اول اینکه سبک کار معمارا میاد دستتون، استاندارد نقشه هاشون میاد دستتون. شما میخواید برید مصاحبه، باید بدونید که باید با چه اعتماد به نفسی وارد اون شرکت بشین. وقتی که نقشه ها میاد زیر دستتون میگید ای بابا اینا خیلی سطحش بالاست، من باید برم یاد بگیرم. بعد میگه اینا بود، این که کاری نداره که منم میتونم بکشم. بنابراین این به شما این قوت قلب رو میده که توی بازار کار کانادا کدوم شرکت و با چه سطحی شما میتونید اپلای بکنید و جاب متناسب با دانش خودتون رو هم بگیرید. خیلی خوب، بریم بعد. سوال زهرا خانم بفرمایید. میخوام آقای دکتر، تفاوت تکنیشیان با اتوکد درافتر چی میشه دقیقا؟ اتوکد درافتر یعنی کسی که فقط با اتوکد کار میکنه، الزاماً هم اطلاعات تکنیکال نداره. مثلا یک شرکتی میاد میگه که ما شرکت پله سازیم. این آقای مهندس ما که اینجا مهندس استراکچره، پله رو طراحی میکنه، یه سری اسکیس دستی میزنه. شما وردار این اسکیس های دستی ایشون رو تبدیلش کن به آتوکدی، نقشه آتوکدی. شما میگی باشه. اصلا شما کار دیزاین نمی‌کنی، فقط شما کارتون اینه که اسکیسای اون مهندسه رو تبدیل میکنی به نقشه آتوکدی. اونم پرینت که گرفتی نگاش میکنه، میبینه درست یا غلطه، میگه دست درد نکنه، میره بعدی. اینا تند و تند دارن شاپ دراینگ تهیه میکنن. یعنی بیشتر کد درافت پرسنا یا کد اپراتورها برای شرکت‌هایی هستن که نقشه‌های شاپ دراینگ تهیه میکنن، چیزایی که نقشه‌هایی که میره توی شاپ، میره توی کارگاه و کارگاه اونجا ساخته میشه. مثلا کیچن کابینت، مثلا قطعات ریلینگ نرده های پله، اینجور چیزا رو میدن بکشه اون شخص. خواهش میکنم. شهرام جون دست شما هم بالاست، بفرمایید. ممنون. آقای دکتر، این فیلد کوردینیتور چی؟ اون هم جزئی از زیر مجموعه معماریه؟ فیلد کوردینیتور میتونه هم برای معمار باشه، هم برای مانیفکتچرر باشه، هم برای ساب کانترکتور باشه، هم برای جنرال کانترکتور باشه. همه اینا از زاویه خودشون باید کارو چک کنن. اینجا تو کانادا همه باید کارو چک کنن. چه آرشیتکت که خب بچهای معماری و اینترن آرکیتکت ها معمولا خیلی میرن این کارا رو انجام میدن، چه از سمت کانترکتور. مثلا فرض بفرمایید یه شرکتی کار کابینت انجام میده، شما اومدی یه سری کابینت رو مثلا نصب کرده، نصاب رفته نصب کرده، بعد شرکت شما رو میفرسته به عنوان کسی که داره کار فیلد ریویو میکنه. میری شما گزارش تهیه میکنی، عکس میگیری، بعد میگی مثلا دسته اون کابینتی که سمت راست چهارمی از بالا نصب کرده بود لپه، برو سفتش کن. باید عکسشو بگیری تو گزارشت هم بنویسی جوری که اون نصابه بفهمه، بعد بره درستش کنه و بعد شما باز میری بررسی میکنیم. بنابراین تمام اینایی که من اینجا روی صفحه شما دارید میبینیم معمولاً کار فیلد ریویو دارن، چه کار گاورمنت باشه، چه کار
متریال سپلایر باشه، همه کار فیلد ریویو میتونن داشته باشن، ولی منوط بر این هستش که شما تجربتون بیشتر توی کدوم قسمت قرار میگیره، الاین هست با کدوم از اینها، و بعد برید باهاشون صحبت بکنید، بگید من چون قبلا کارم این بوده اومدم. یکی از روش‌های جاب سرچ اینی که شما واک این کنید، برین قشنگ تو اون کمپانی بگید سلام، من اومدم شنیدم شما کار کابینت میکنید، من قبلا کار کابینت کردم، اینم عکس کارامه، اگه دوست داشته باشید میتونم بیام کاراتون رو برم براتون سایت ریویو کنم، این شماره تلفن من، این رزومه من، هر وقت لازم داشتید با من تماس بگیرید. بهشون بدین بیاین، فرداش هم یه تانکیو لتر براشون بزنید، 2 هفته 3 هفته بعدش یه ایمیل دیگه بزنید فالو آپ کنید، بگید من همونیم که 3 هفته پیش اومده بودم رزومه‌مو دادم، کار چیزی اگه هست به من اطلاع بدین، خوشحال میشم باهاتون همکاری کنم. همینجوری باشون این مسیر رو برید جلو. یه اکسل شیتی هم باید داشته باشید که اینا رو دونه دونه توش بنویسید، یادتون باشه که کدوم شرکت رو کی رفتین، سر 3 هفته که شد باز باهاشون فالو آپ کنید، چون واقعا فالو آپ اینجا جواب میده. با یک بار چیز نشید، دل سرد نشید، حتما برید و فالو آپ کنید باهاشون، حتما جواب خواهید گرفت. متشکرم. خواهش می‌کنم شهرام جان. من باز میبینم دستای دیگه بالا. زهرا خانم شما هنوز سوال دارید؟ اگه نه که دستتون رو بیارید. من یه سوال دیگه هم داشتم با بفرمایید. اجازهتون. خواهش می‌کنم. خواستم بدونم که BCIN مثل اینکه تو شاخه‌های مختلف میشه گرفته بشه طبق اطلاعاتی که دارم. بعد برای شغل گاورمنتی هم مثلا BCIN های مختلفی رو نیاز دارن، یعنی بر حسب نیازشون میگن که BCIN هاوس میخوان یا من دلم میخواد یه جلسه جدا اساسا برای BCIN بذارم. این شخص خود من، چون BCIN انقدر داستانش میتونه عمیق باشه، ولی به اختصار بخوام جواب سوال شما رو بدم این هستش که BCIN فقط توی ایالت اونتاریو وجود داره، جای دیگه نیست، و این یعنی که شما بیلدینگ کد اونتاریو رو بلدید. بیلدینگ کد اونتاریو خیلی وسیعه، خیلی دیویژن های مختلف داره و پارت های مختلف داره. کسی که مثلا جنرال لیگال رو بلد باشه، بیس کل بیلدینگ کد رو میفهمه، یعنی میدونه که چارت سازمانی کار ساختمان در اونتاریو چه شکلی است. بعد میاد میره اسمال بیلدینگ رو میگیره، بعد میاد میره پارت 9 رو میگیره، هاوس رو میگیره. بنابراین هر کدوم از اینا رو که شما میگیرین یه پله باز میرید بالاتر، یه نشون میدید که شما نالج بیلدینگ کد رو دارید. بنابراین خیلی از کمپانی ها هستن به علت اینکه شما اصول مینیمم ساختمان رو بلدید ممکنه برای شما جاب بیاورد، ولی بایستی جاب پستینگ ها رو به نظر من اگر تارگتتون این هست 5 تا 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا جاب پستینگ رو درارین، همه رو کاپی پیست کنید بزنید توی چت جی پی تی، بهش بگید بگرد ببین برای من کیوردای اینا رو بیار بیرون، یا اینکه سرچ کنید ببینید که چند تاشون ریکوایرمنتشون BCIN هست، بعد برید دنبالش. ولی اصولا کسی که میخواد توی کانادا کار کنه باید بیلدینگ کد رو بشناسه، پیریود، به همین سادگی است. حالا این اگر رفتید کلاس و یاد گرفتید امتحانش رو دادین که خب اون دزیگنیشن هم میگیرید. اگه نه بلد بودید و رفتید و توی شرکت هم ادعا کردید و اونا هم ازتون پرسیدن و بعدم رفتین کار کردید تونستید نیاز سابکارتون رو برآورده کنین، معمولا خودشون یک مثلا PMG آرشیتکتی چیزی دارن که اون نقشه ها رو مهر میکنه، بنابراین کارشو شما میکنه، مهرشو کسی دیگه میزنه، و این خیلی چویس شخصی است و خیلی پر کیسه. بنابراین من نمیتونم پرسکرایب کنم برای همه که آقا همه بیاد برید BCIN بگیرید و حتما با این جاب میگیرید، اینجور نیست. امیدوارم میگم فرصت بشه یه جلسه رو کلا برای BCIN و بیلدینگ کد و اینا بذاریم و از دوستان دعوت کنیم اونایی که رفتن پشتش رو گرفتن و این امتحانا رو دادن، چون من وقتی که مهر معماریمو گرفتم دیگه نیازی نبود که برم BCIN بگیرم، بنابراین خودم خیلی نرفتم دنبالش، زیادم روش اصراری ندارم به این شکل. بله اگر سوالتون پاسخ دادم تا من برم از نسیم خانم بپرسم. بله آقای دکتر سپاسگزارم. خواهش میکنم نسیم خانم بفهم. درود، سپاس از راهنمایی‌های صادقانه‌تون. همیشه ما تو گروه ها می‌بینیم که نخوام طولانی بگم، کاملا تشکر من از همینجا پذیرا باشید. محبت دارید، خواهش میکنم. یه سوالی در مورد همون بخش رزومه‌ای که داشتیم توضیح میدادیم اون اول. ما توی بخش رزومه میگیم که خب با توجه به اون جاب پوزیشنی که ما میخوایم براش اپلای کنیم و با توجه که ما اکثرا نیو کامریم، سراغ اینتری لول ها میریم، دنبال اینتری لول ها هستیم، با توجه به سابقه قبلی خودمون خیلی از
جاب پوزیشن هامون رو حذف میکنیم، سوپروایزری ها رو، ورسی و منیجر و فاوندر و اینا همه رو حذف میکنیم. دو تا سوال اینجا پیش میاد. یکی اینکه آیا ما توی لینکدینمون هم، خب چون من شنیدم که باید لینکدینم آپدیت کنیم با توجه به اون رزومه‌ای که ارائه میدیم به اون شرکت ها، خب ما باید لینکدینمون هم آپدیت کنیم و تمام اون سوپروایزری و اینجور جاب پوزیشن ها رو حذف کنیم. و اگر که بخوایم همه رو حذف کنیم، خب مثلا طرف 10 سال سابقه کار داره، 15 سال سابقه کار، حالا میگیم 15 سال ارائه نده، 10 سال کوچیکش کن، 10 سال ارائه بده. ما از درفتری شروع کردیم، آخر 10 سالمون رو همون درفتری مونده باشیم و درجا زده باشیم، چیز جذابی نیست فکر کنم از نظر اون کسی که حتی ما رو میخواد استخدام کنه. این چند تا سوال من بود که آیا هم رزومه و هم لینکدین باید هر دو همزمان این جاب پوزیشن ها توشون آپدیت بشه و اون کلمه حذف بشه، و یکی این که مثلا در طی 10 سال چه اتفاقی میفته برای همون که همش کد دفتر اینتری لول رو وارد کنیم یا نه تغییر بدیم. این یکی از سوالان. ممنون میشم. خواهش میکنم. اول سوال دومتون رو پاسخ میدم. هیچ اشکالی نداره که یه کسی 20 سال کد درفته باشه، هیچ اشکالی نداره و خیلی هم هستن، اون وقت میشه سینیور درفتر. بنابراین شما میتونید برای پوزیشن های سینیور درفتری اپلای کنید. این بنابراین اصلا نگرانی نداره که حالا من چه 10 سال 20 سال داشتم نقشه کشی میکردم و میکردم دیگه، منم الان 20 سال دارم کالج تدریس میکنم دیگه، اشکالی نداره. این چیزی که به نظر من زیاد روش حساسیت نداشته باشید. ولی همیشه شغل اول خیلی سخته، من این رو کاملا قبول دارم و بهتون حق میدم. شغل اول گرفتنش واقعا مشکله و وقتی هم که گرفتینش no matter what حداقل 2-3 سال توش بمونید. یعنی واقعا همه سعیتون رو بکنید. من با سابکارهای بسیار بسیار سختگیری کار کردم، بسیار سختگیر بودن، بسیار کار کردن باشون مشکل بود، ولی واقعا 3-4 سال دوام آوردم. هر جا که رفتم سعی کردم که تا اونجایی که میتونم، بعض وقتا دیگه واقعا امکان نداره، اون دیگه چاره نیست، ولی تا اونجایی که میشه شما سعی کنید بمونین، هم تجربتون بره بالا، هم این که اسم اون شرکت به هر حال 3-4 سال وقتی یه کسی یه جای کار کرده پیداست که توانمندیایی داره دیگه. این نبودی که همینجوری بره مثلا 6 ماه بعد ول کنه بیاد بیرون، بعد براشون سوال پیش میاد که چرا تو اصلا 6 ماه اومدی بیرون؟ این حتما یه مشکلی تو کارش بوده که اومده بیرون. و حتما بایستی لینکدینتون با اون رزومتون با هم بخونه، چون احیانا اگه برن لینکدینتون رو چک کنن بعد ببینن تو رزومتون چیز دیگه ایه، اعتمادشون از دست میدن. ولی همونطوری که عرض کردم، البته من کل پرزنتیشنم هنوز تموم نشده، یه سری چیزها رو هنوز مونده که بگم براتون و خیلی کمک میکنه اونا. ولی اول خودتون رو بشناسین. اگر زبانتون خوبه، اگه تکنیکال ترمینولوژی ها رو بلدید، اگر رفتید کالج و یه مدتی توی کالج یه سری درافتینگ های انجام دادید، یه سری پروژه های تکنیکالی رو کشیدید. کسی که میره 2 سال کالج وقت میذاره 4 ترم میخونه، بعد از 4 ترم این انگاری که رفته 2 سال توی شرکت کار کرده. الان بچه‌هایی که توی استودیوی من میشینن برا من طرح معماری 3 من تدریس میکنم میکشن، واقعا نقشه هاشون در نهایت، چون هر اسایمنتی که تحویل میدن من میارم میشونمشون، قلم قرمز میگیرم دستم، دونه دونه وقت میذارم با بچه‌ها بهشون میگم این کارو کن، این کارو کن، اینو ببر بالا، اینو بیار پایین، چرا اینجا علامات شمال یادت رفته، چرا دایمنشن اینجا یادت رفته، چرا اینجا مثلا خط محور نذاشتی، همه رو قرمز میکشم. اینا باید ببرن درست کنن بیارن. یعنی آخر ترم این نقشه حداقل 6-7 بار توسط خود من چکشکاری شده برای همه 20 تا بچه توی کلاس. 2 تا کلاس هم من هر ترم دارم برای ورکینگ دراینگ. و آخر ترم واقعا کار بچه‌ها هم از لحاظ فنی هم از لحاظ گرافیکال انقدر خوشگل میشه که من فکر میکنم اگر ببره جلوی هر کارفرمایی بذاره بهش میگه تو استخدام، چون تمام هم دیتیل های سکشن رو میگم، هم دیتیل های پلان رو میگم، پله رو میگم، تمام اسکلت، سقف، فلور، بیسمنت، دیوارهای حمال، همه رو توضیح میدم براشون. اینا میکشن توی کاراشون هست. بنابراین شما اگر وقت بتونید بگذارید که مثلا 2 ترم 2 سال ببخشید 4 ترم خودتون رو توی کالج بکشونین، در پایان 4 ترم شما خیلی ایمپلویبل میشین، خیلی ایمپلویبل میشین. به راحتی میتونید پوزیشن های سالی 60-70 هزار تایی رو اپلای کنید. الان ممکنه مثلا سالی 30-40 تایی بخواد اپلای کنید، ولی اون 2 سال اگه وقت بذارید میرید رو سالی 60-70 تا. من فکر میکنم که میارزه به این که با استرس کمتری
آدم بره سر کار. بفرمایید. برنامه‌مون این بود که همزمان موازی کاری کنیم، به قولی تو این مرحله که همزمان کورس رو برداریم و کار بکنیم همزمان با هم. سخته ممنون دیگه. سپاسگزار از خواهش راهنمایی. میکنم. فقط یه خواهشم خدمتتون، اگر که سلام تونستید برای میتینگ های بعدی، الان یک سری جاب پوزیشن های شما پیشنهاد دادید، گفتید این آپشن ها رو شما دارید و میتونید وارد بشید. اگر یک میتینگی باشه برای اینکه مراحل رسیدن به هر کدوم از اینها رو جداگونه بگه، چون بعضیاشون خب خیلی در حد بیگینرند، بعضیاشون نه، همونطور که توضیح دادیم مثلا 5 سال سابقه کار نیاز داره، چه استپ هایی باید طی بشه تا بهش برسه. ممنونتون، تشکر. خواهش میکنم. حتما. حالا من یک کوشنر دیگه اون آخر سر گذاشتم که شما لطف میکنید توش تایپ میکنید، اگر که پیشنهادی داشته باشید بنویسید اون تو، من اینا رو باز میخونم، بررسی میکنم دیگه. حالا ما فعلا خدمت شما هستیم دیگه. این کانادا خیلی بزرگه ولی خیلی هم کوچیکه. الان از 4 نقطه این کشور همه ما توی یک زوم نشستیم، داریم حرف میزنیم و انتقال تجربه میکنیم و من امیدوار هستم که اینا ادامه پیدا بکنه. شما منتورهایی از لابلای خود همین بچه‌ها پیدا بکنید، دوست بشید، نتورک بزنید. ما باید هممون موفق بشیم. این نیستش که یه نفر موفق بشه بره بقیه من رفتم خداحافظ، نه اینجور نیست. ما باید هممون موفق باشیم. ما یک کامیونیتی هستیم که اومدیم خارج از ایران، با هر گرفتاری که بوده خودمون رو رسوندیم و اینجا باید هممون موفق باشیم. ما محکوم به موفقیتیم. ما نیومدیم اینجا کار پیتزا دلیوری کنیم یا این که نمیدونم تو اوبر کار کنیم فقط. ممکنه بعضیا توی مقطعی بکنن، هیچ اشکالی نداره، ولی من میدونم و ایمان دارم که اون چه که بچهای ایرانی بلدن، اون دترمینیشنی که دارن، اونقدر که برایت هستن، اونقدری که بچهای باهوشی هستن، میتونن اینجا خیلی پستای خیلی بالا بگیرن و یه روزی خواهید دید، حالا شما باشید من نباشم مهم نیست، یه 20 سال دیگه خواهید دید که همه این جمعی که اینجا نشستن همشون موفقن در سطح خیلی عالی. خیالتون راحت باشه. آیدین جان بفرمایید. بعدش هم خانم الینا. سلام عرض میکنم آقای دکتر زاده عزیز، ممنون خواهش بابت میکنم. جلساتون. خواهش میکنم. من 2 سوال داشتم در مورد، یکی در مورد اون مورد واکینگ کردن. خواستم ببینم در مورد شرکت های معماری هم آیا این سعادت یا توصیه میکنید این کار رو یا نه؟ چون خیلی من از خیلی شنیدم این رو، ولی یه ذره شاید به نظر من یه ذره ریسکی اومده. مثلا نمیدونم فضا چجوری اصلا آدمو میذارن بریم تو به قول معروف یا خیر. سوال دوم در مورد اینه که از کجا یا چطوری یا توی اون سشنی که شما در مورد اینترویو داشتید در مورد این اگزمی که ممکنه در اینترویو باهاش مواجه بشیم میتونیم اطلاعات بیشتری بگیریم؟ سوال شما به 2 بخش تقسیم میشه. من قسمت اولش اول توضیح میدم. در رابطه با واک این خیلی نظرها متفاوته، ولی من 1-2 سالی هست، شایدم بیشتر، یادم نیست، از خیلی وقت پیش این تئوری مطرح بود و با دوستانی که میدونم اهل این کارن یا مثلا 10-20 سال اینجا کانادا هستن، از همشون تک تک پرسیدم. چه از اون آدمی که فلوی RAICه که اصلا ایرانی نیست و مدتی اصلا پرزیدنت RAIC بوده، رویال آرکیتکچر اینستیتوت آف کانادا بوده، دوست منه، هر وقت میاد اتاوا زنگ میزنه، میریم با هم دیگه قهوه میخوریم، گپی میزنیم، راه میریم. چه از همکارایی که توی کالج داشتم، چه از دوستانی که اینجا کار گرفتن، نظرها متفاوته، ولی بیشتر میچربه به سمت این که واک این چیز خوبیه. یه عده میگن واکین خیلی بده و مثلا آرشیتکت عصبانی میشه و ممکن داد بیداد کنه و اینا. ما پروفشنالیزمه. آقا شما داری رزومت رو میخواد بری خدماتت رو ارائه کنی، چه اشکالی داره؟ در میزنی میری تو، میگی من اومدم آرشیتکت رو ببینم. میگی چی کارش داری؟ میگی من آرشیتکتم، تو مملکت خودم آرشیتکت بودم، این کارم، اینم پورتفولیومه، میخوام نشون بدم اگه به دردتون میخوره. مثل این که شما رفتی جنس بفروشی. واقعا ما خدماتمون رو باید بفروشیم، وگرنه چجوری میخوایم سروایو کنیم؟ شما رفتی عمر وقت گذاشتی، درس خوندی، کار کردی، پروژه کشیدی و این حق شماست که بیای بری اونجا و کارتو نشون بدی. و خیلی هم هستن که همونجا طرف میبینه از شما خوشش میاد، میگه بشین اینجا ببینم ایران بودی، کجا چیکار میکردی، فلان غذاهاش چجوریه. مثلا این باهات رفیق میشه، ممکنه همون موقع هم کار نداشته باشه، ولی مثلا یه ورد داره زنگ بزنه بهت 3 هفته بعدش بگه من یکی از دوستان فلانجا مثلا استخدام داره، پاشو برو مثلا شرکت فلان. ببینید مردم داری یکی از خصیصه های ما ایرانی هست.
ما مهمون نوازیم، ما مردم داریم، ما ارتباط اجتماعی بلدیم ایجاد کنیم و این خیلی سرمایه بزرگیه. واقعا فکر نکنید که همه ملت ها این کوالیتی ها رو دارن. من میبینم دانشجو از کشورهای مختلف داشتم دیگه، تقریبا از همه جای دنیا، ولی اون شارپی که توی بچه های ایرانی هست، اون زرنگی که دارن، اون شیطنت خوبی که توشون هست، معمولا کمکشون میکنه. بنابراین برای خودتون دست کم نگیرید. یک، دو، این که حتما با یک تیپ پروفشنال در این حال هامبل، متواضع وارد شرکت بشید. به منشی بگید من میخوام اینجا مثلا رئیس دفتر کیه ببینمش، چه کار داری؟ من تحصیلاتم توی این رشته بوده و فکر میکنم میتونم به شرکت شما کمک کنم. چطور فکر میکنی میتونی به شرکت ما کمک کنی؟ حقیقت این که وبسایت شرکتتون رو دیدم، منم قبلا توی شرکتی کار میکردم که مثل شرکت شما مثلا مدرسه میکشیده، مثلا بیمارستان میکشیده، مثلا تجاری میکشیده. اینم کارامه، آوردم نشون بدم. شاید شما یه روزی لازم داشتید که کسی رو بیاد کمکتون کنه، من می‌خواستم اعلام آمادگی کنه به همین راحتی. بعد ببینید که نتیجهش چی میشه. سوال دیگه تونم فکر می‌کنم جواب دادم دیگه، اولی رو. این سوال اولم بود. سوال دوم در مورد اون اینترویو اگزم بود آها. که ممکنه سر اینترویو با چه مواجه بشیم. بهترینش اینه که زمانی که میخواین دعوتتون کردن برای مصاحبه، از خود اون کس که براتون مصاحبه رو فرستاده بپرسین. چون معمولا وقتی شما رزومتون رو فرستادین، باهاتون تماس میگیرن، میگن ما در فلان روز فلان ساعت میخوایم با شما مصاحبه کنیم، آیا آمادگیشو دارید؟ شما میگید من آمادگیشو دارم. بعد این حق شماست که بپرسین که چند نفر توی مصاحبه هستن و من دوست دارم بدونم که موضوعاتی که در مصاحبه مطرح میشه حول و حوش چه موضوعاتی هست. بعد اون به شما جواب میده. باز میتونید ایمیل بزنید که آیا امتحان عملی هم دارید یا ندارید. یعنی اصلا تعارف نکنید باهاشون و اونا میگن به شما، میگن که آره مثلا، و توضیح میدن. من یکی از یه دانشگاهی، حقیقت خیلی دانشگاهی هم هست که اسم داره و فلان، یه روز من دعوت گرفتم برای مصاحبه. یه کسی من معرفی کرده بود و به من گفته بود که تو برای فلان دانشگاه رزومتو بفرست. ما فرستادیم. بعد اینا یک ایمیل خیلی قشنگی به من جواب دادن، یه برنامه‌ای نوشتن که شما صبح تشریف میارید، اول این کارو میکنیم، بعد اون کارو میکنیم فلان. یه برنامه، یه اجندایی نوشته بودن، مثلا 5 6 ساعت این مصاحبه طول میکشید. از صبح میرفت، نهارم با هم میخوردیم، میرفت تا عصر و فلانه. بعد ما رفتیم مثلا با اون حالا تصوری که من داشتم رفتیم تو. بعد برگشتن به ما گفتن که آره این فلانی که داره میره اونم که نیستش، بنابراین نهار رو ما نخواهیم داشت. اینجا هم کافی هست، هم دونات هست. حالا خودشون قبلا خورده بودن اونجا، تعمونده هاشم مونده بود. اگه میخواین شما از اینا بخورید و فلان اینا. من اصلا اینقدر وارفتم از خودم، اینقدر یه آب سرد ریختن رو من. یعنی تقریبا مصاحبه رو یه جوری عملا فرمالیته شد و کردند و من هم اصلا از این برخورد غیر پروفشنالشون لذت نبردم. بنابراین اومدم بیرون، یعنی فالوآپ هم نکردم، اصلا دوست نداشتم با اونا کار کنم. وقتی که اونا دارن با شما کار میکنن و به شما به عنوان یک پروفشنال یه برنامه میدن که شما 5 6 ساعت خودت آماده میکنی که بیای بری اونجا باشون و صحبت بکنی، بعد میگن خب حالا دیگه چه خبر، شما متوجه میشی که نه، اینا اساسا این کاره نیستن و شما کاملا متوجه میشی. پس حق شماست، میتونید ایمیل بزنید بپرسید. ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون. خواهش میکنم. ببخشید الناس خانم طول کشید، ولی فکر میکنم دیگه الان نوبت شماست. نه، ممنونم از راهنماییتون و خسته نباشین. آقای دکتر یه سوالی داشتم. مثلا رزومه‌ای که برای کسی هست که حدود 10 سال سابقه کار داره تو زمینه معماری، بعد پوزیشنایی که حالا به خاطر اینکه حالا یه سری تجاربی، یه سری چیزا یادم توی ساخت و ساز کانادا ممکنه ندونه، من خودم ترجیحم اینه که برای مثلا جونیور آرکیتکت و این چیزا اپلای بکنم. بعد این خب سابقه نشون نمیده که خب این بعد برای پوزیشن جونیور آرکیتکت باشه. بعد سوال من اینه که آیا بعد اصلا اینا رو حذف بکنیم یا اینکه توضیح بدیم که ما مثلا تجربه کارمون برای کشور دیگه هست و به خاطر همین مثلا ما برای این پوزیشن داریم اپلای میکنیم. حالا به اضافه اینکه کلی نرم افزارا، حالا مثلا چیز دیگه هم خب آدم میدونه تجربه کارتون قضیه رو بالاخره ما داریم دیگه. تو ایران اینجوری نبود که یکی
تکنیشن باشه. خب ما خودمون که دیزاین میکردیم خودمونم کار میکردیم با نرم افزارا، بنابراین نمیشم گفت یه جورای جونیور هستیم. حالا راهنمایی اگه میشه در این مورد به من بکنی ممنون میشم. ببینید این سوال درستی است، برای همه مطرحه. شما نه اولین کسی هستید که این سوال میپرسید، نه آخرین کسی هستید که این سوال خواهید پرسید. من یک سفارشی به همه بچه‌هایی که از ایران میان و مارکت اینجا رو نمیشناسن دارم. حتما یکی دو سه تا کورس بگیرید، تحقیق کنید، ببینید که میخواین شما تو چه رشته‌ای وارد بشین. یکی از راحت تریناش همین بیلدینگ کده. بیاید برید کالج یه بیلدینگ کد بگذرونید، برید کالج یه ساختمان‌های چوبی بگذرونید، یه بیلدینگ انولوپ بگذرونید، متوجه بشید که اینا چی کار دارن میکنن، بعد خودتون رو به قیمت میفروشید. ببینید ما داریم خدمات اونو میفروشیم دیگه. شما با این سوابقی که دارید الان نمیدونید که کجا وایسادین، باید برای جونیور اپلای کنید یا اینترمدییت یا برای سینیور. سر همینه که این ترسه نمیذاره که شما اون جوری که باید پرفورمنس داشته باشید. دارین دنبال راه چاره میگردین و راه چارش اینه که شما مارکت رو بشناسید. هر چقدر که بفهمید که اینا بیشتر کارشون در چه زمینه‌ایه، بعد میتونید تطابق بدین توی ذهنتون. بگید این مثلا اون پروژه‌ای که من PR سال کار کردم، این مثلا اون پروژه‌ای که من مثلا زمان دانشجوییم کار کردم، اینی که برام خیلی آسونه که فلان. ولی تا اینا رو ندیدید، چون نمیدونید میترسین. آدم اون چیزی که ندیده و ازش شناختی نداره در رابطه باش احساس گیجی میکنه و ممکنه بترس اصلا اپلای نکنه. من پیشنهادم این هست که اگر براتون امکان داره حداقل یه دوره کالج رو بگذرونین، هم با سیستم های اینجا آشنا میشین، هم تکنیکال ترمینولوژی ها رو یاد میگیرین. اگر رفتین توی شرکت مثلا بهتون یه دونه نقشه رو واکت گذاشت جلوتون، پرسید اوپن وب استیل جویست چیه، حداقل شما میدونید، یا دست میذاری روش میگی اینه. ولی وقتی من یه بار به کسی تلفن کردم، به من گفت تو میدونی وب بریر چیه؟ گفتم نه ولی یاد میگیرم. گفت اول برو کالج یاد بگیر، بعد بیا ما استخدامت میکنیم. من اون حرفو 22 سال پیش نفهمیدم چی میگه، ولی بعد که خودم رفتم کالج تدریس کردم گفتم ای کاش که این فرصت برای من وجود میداشت که من میرفتم یه دوره 6 ماهه 1 ساله حداقل یه جایی یه کالجی میخوندم. بعد شما با ببینید یه استارت خوب شما رو ممکنه 5 سال 10 سال بندازه جلو، ولی یه استارت بعد، شروع بعد با یک کمپانی بعد، با یک جایی که مثلا کارش توی رشته شما نیست، 5 سال 10 سال شما رو میندازه عقب. من دارم به راحتی به شما میگم ما سواد ساختمان کانادا رو نداریم، ولی وقتی 1 سال رفتین الفباشو یاد گرفتید، اون وقت بعد میبینید وای من چقدر چیز بلدم که با این الفبا قاطی کنم، بعد برم بشینم تو جای پوزیشن سینیور دیزاینر. اونجاست که شما یه جامپ خیلی بزرگ میکنه. این سرمایه گذاری روی خودتونه. $20,000 به نظر من اگر طرف حتی نداره بهتر بره قرض کنه، بره کالج، بره یاد بگیره، بعد بره با یه پوزیشن بالاتر شروع کنه. شما 20 رو بعدن توی حقوقا وقتی که به جایی که بری حقوق 40 تایی شروع کنی، حقوق 60-70 تایی شروع میکنی، اون در میاد. ولی این ندانستنه و اون استارت ضعیف شما رو 10 15 20 سال گاهی تا آخر کریرتون توی پوزیشن ضعف قرار میده. و من دوست ندارم که بچه‌های ایرانی توی پوزیشن ضعف باشن. دلم میخواد هممون قوی باشیم، همونجوری که همه ما دلمون میخواد مثلا تیم ملیمون ببره. این خیلی به نظر من شفاف سازیه که ما بیام بریم یاد بگیریم. برای یاد گرفتن حالا ممکنه یه کسی انقدر خودش علاقه داشته باشه یا اصلا بلد باشه بره بشینه خودش مطالعه کنه یاد بگیره، من اشکالی نداره، ولی وقت میبره. شما ممکنه یه دوره‌ای رو که میتونید 6 ماه 8 ماه توی کالج بگذرونی، باید بری مثلا 2 سال 3 سال خودت بشینی دنبال کتابش بگردی، از این بپرسی از اون بپرسی. هیچ اشکالی نداره. آدم میره یه سال 2 سال کالج پولشو میده، ولی سفت یاد میگیره، پروژه میکشه. از 2 سال که از کالج اومدی بیرون یه پورتفولیویی تو دستته که این پورتفولیو هر جا ببری بذاری میگن بابا این از کالج فلان اومده بیرون. سنکا بوده، نمیدونم هامبر بوده، آلگن کوین بوده، جورج براون بوده، BCIT بوده. وقتی که اینا رو داشته باشه خیلی راحت میتونه چیز بکنه، به قول معروف کار خوب پیدا بکنه. میرسیم بهش. چند تا سوالم توی چت باکس هست، حالا من اونا رو جواب میدم. اگر سوالی پاسخ دادم خیلی ممنون. بذارید که من پاورپوینت رو تموم بکنم. فکر میکنم هنوز یه مقدار دیگه مطلب داریم برای که جلسه زیادم به درازا نکشه. من اسم رو چون نمیدونم فکر میکنم باید محمد باشه. MOEM
اگر شما هم سوالتون رو دارید بفرمایید تا من بعد ادامه پاورپوینت رو بگم. و چند تا سوالم توی چت باکس هست، حتما کانتکت اینفورمیشن روی اسلاید آخر هست، میتونید یادداشت کنید با من تماس بگیرید. بفرمایید. سلام جناب دکتر، ممنون از پرزنتیشنتون. خواهش اگر اجازه بفرمایید من آخر پرزنتیشن چند تا کامنت شاید بتونم اضافه کنم به حتما قضیه و به دوستان حتما کمک کنم. حتما خیلی ممنون میشم. حتما ما از اینجا اومدیم که کانتریبیوشن داشته باشیم، با هم بیشتر دیسکاس بکنیم. ممنونم از خواهش اینکه این میکنم. پیشنهاد دادید و خیلی متشکر هستم. اساسا کار دوست داریم که اینجور بیشتر حالت من بیشتر دلم میخواد من چیز باشم، مادریتور باشم به جای اینکه حرف بزنم، ولی حالا متاسفانه یا خوشبختانه اینجوریه. شاید یواش یواش به مرور که بریم جلوتر این اتفاق بیفته. ممنون میشم. من چشم، خیلی ممنون. خواهش. خب بریم سراغ اسلایدهای بعدی. اینا رو من فکر میکنم گفتم. چجوری که یک رزومه خوب درست کنیم؟ این خیلی سوال کلیدی هستش. شما بایستی یک سری جنرال اینفورمیشن در مورد استراکچر یک رزومه موفق رو بدونید. منم اینجا درس نمیدم چون شما همتون معمارین. رزومه های بچه های معماری بعضن رنگیه، بعضن از گرافیک خاصی داره تبعیت میکنه. من کلاس های رزومه نویسی تورنتو رو 20 سال پیش میرفتم، رزومه معماری رو بهشون نشون میدادم، طرف میگه اینا چی کشیدی؟ برو حتما باید فونت نمیدونم اریال شماره 12 باشه، اینجوری باشه اونجوری باشه. میرفتیم همه رو میکردن این کارخونه. اصلا این برای بچه رشته معماری غلطه. شما بایستی رزومت انقدر خوشگل باشه و یه دیزاین جالبی داشته باشه که طرف بگه بابا این نشسته رزومش هم دیزاین کرده، حتی نشسته حاشیه کاغذش هم دیزاین کرده، لوگوی خودش هم یه جورای خوشگلی اون بغلا جا داده. شما بایستی از هر فرصتی استفاده کنید که اینو بگین. حالا خیلی ها هستن میگه نه 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 رزومه معماری باید ساده باشه فلان باشه. من اینو قبول ندارم. من فکر میکنم که شما یا هر کسی که توی این رشته هست میتونه هم موضوع رو خیلی قشنگ بیان کنه، هم میتونه هنرمندانه بیانش کنه. چه اشکالی داره که از گرافیک زیبا بهره مند بشود؟ حالا راه درست کردن رزومه جنرال هم بهتون میگم، چون یه تعداد ویدیو در این رابطه هست، ولی شما بایستی خودتون برید اونا رو بخونید. من قبل از اینکه این جلسه شروع بشه اومده بودم اون لینک ها رو توی اون گروه تلگرامی آرکیتکچر اینترن آرکیتکتا گذاشته بودم. گفتم بچه اینا رو ببینین. یه تعداد ویدیو خارجی بود که خارجی ها در مورد اینکه چجوری رزومه بنویسیم حرف زده بودن. گفتم اینا رو ببینید بعد بیاین توی این جلسه. و هدفم این بود که مثلا قبل از اینکه این جلسه شروع بشه من یک پرزنتیشن رو ضبط بکنم بذارم بالا، شما ببینین، بعد ما بیایم توی این جلسه. بعد دیدم نمیشه، چون دلم میخواد که این گفتگوها اتفاق بیفته. حالا بعدا اون کسایی که میشینن این ویدیوها رو میبینن شاید از حوصله‌شون سر بره، ولی اشکال نداره. همون قدری که لازم هست که شما این چیزها رو بشنوید، همون قدر در موفقیت شما تأثیر خواهد داشت. اشکالی نداره. پیشنهادم اینه که توی گروه همینی که اینجا روی صفحه دارید میبینید، Architectural Interns AIBC OAA فلان فلان اسمش هرچی که هست ادامه داره، اونجا بگردید پیدا کنید. همون جایی که من چیز گذاشته بودم، این لینک دعوت به این جلسه و پوستر علی جون رو گذاشته بودم، اونا رو ببینید. بعد بیاین اینجا ببینید که اونا چی گفتن. اون یه راهشه برای اینکه شما بتونین چیکار کنین. عرضم به حضور مبارک شما که رزومه جنرال درست بکنید. خب مرسی از اینکه ادمیت کردین. یه کسی دیگه مثل این که اومده بود شما گرفتینش سریع، خیلی هم عالی بود. بذارید من بیام این لینک رو باز کنم براتون. یه گروهی ما اینجا داریم توی این شهر اتاوا که اینا بچه ها ستلمنت کانسلرن. این اساسا کارشون ستلمنته. محمد جون اگر کاری ندارید دستتون رو بیارید پایین ممنون میشه. اون دست همینطور بالاست. مرسی عزیز. خیلی خوب بذارید من اینو بیارم براتون. این اوکی. خیلی این لینک که اونجا بود روی صفحه، این لینکه. حالا من میتونم یه کات و پیستش هم بکنم براتون بذارمش توی چت باکس که اگر که نمیتونی چیز کنید اینجا من بزنم به everyone، بذارم اینجا. این لینک رو من الان گذاشتمش توی چت باکس، همتون میتونید به این صفحه دسترسی داشته باشید. برین توی این صفحه
یه سری ویدیو هست که در سال 2021 2022 اونورا این دوستان اومدن تهیه کردن برای اینکه اساساً چجوری رزومه بنویسیم ما. بنابراین شما اگر اینجا مثلا سال 22 رو که بزنی، اینجا تمام مثلا ویدیوهاشون هست چجوری پی انجمون رو بگیریم، چجوری مثلا رنت کنیم، چجوری فلان کنیم. یه سری از این ویدیوها حالا دقیق یادم نیست که مال چه سالی بود، مثلا امتحان پی ام پی رو چجوری باید بدیم و اینا. این که حالا سال 22 بود، بذارید 21 فکر کنم بود. این در مورد بوک کیپینگ، ایمپلویمنت، تکس، وصیت‌نامه، newcomer challenges in educational system. بذارید ویدیوی رزومهشون. یعنی انقدر اینا آقای بچهای دکتر، کار درسته اخیراً خدا میدونه. بگو عزیز. آقای شکوری آپدیت کردن رزومه نویسی رو و به زودی دوباره قرار جدیدش رو بذارن. مرسی آیدین جون، محبت میکنی که میگی. منم در واقع همین میخواستم بچه ها رو پروموت بکنم که بگم که آقا اینا خیلی از این اطلاعات که شما میخواین اینجا تو این لینک هست، فقط باید برید بگردین. حالا همجوری که آیدین جان میگه احتمالاً چون این آپدیت شده من نمیتونم پیداش کنم، ولی 4-5 جلسه فقط در مورد رزومه است. اینهاشش ببین، این جاب ریلیز پروگرام هستش. این در واقع سشن از یکش که شروع کنین، writing the resume and cover letter که 7 اکتبر انجام شده. من این لینک رو که اگه بزنم روش، بذار ببینم، امیدوارم که خودش باشه، شاید بالایش زده باشم، که میتونم این لینک رو اساسا مستقیم بذارم اینجا تو چت باکس، شما برید نگاش کنید، که البته این اسلایدای اون جلسه است. بذار بگردم، این باید زیریشو میزدم، ویدیوش اینه. هم ویدیوشو گذاشتن هم اسلایداشو گذاشتن. برید اونجا نگاه کنید ببینید که این 1 ساعت و 52 دقیقه فقط در مورد رزومه صحبت کرده. بنابراین اینا آماده سازی برای ورود به بازار کار، جلسه اول چگونه رزومه و کاور لتر بنویسیم. بیا این دیگه از این راحت تر وجود نداره. کنترل A کنترل C و بعد منم میذارمش اینجا، اونم کنترل V. بفرمایید. این لینک شما رو میبره توی این یوتیوب و شما به راحتی میتونید این مطالب رو از اینجا بگیرید. این 2 ساعت توضیح داده، کل رزومه رو یه حرفش رو زده که چجوری باید این کار رو انجام بدید. بچهای پنج فوق‌العاده هستن، یعنی واقعا هم زحمت میکشن، هم جامعه ایرانی واقعا به نظر من میتونه در هر جای این مملکت از این امکانات استفاده کنه، چرا که نه. اینم یوتیوب چنلشونه. ببینم من چقدر آدم چیزی بودم، قبلا در آورده بودم گذاشته بودمش اینجا، یادم رفته بود، ببخشید. در حال چیز دیگه. این پس اینو داشته باشین که چطوری میتونه رزومه رو بنویسیم. How to prepare a good resume and obtain an interview. یک، بایستی حتما یک کلیر لوکال کانتکت اینفورمیشن داشته باشید. ور ندارید یه رزومه بنویسید شماره تلفن ایران بذارید، این خیلی ناجوره. ور ندارید یه رزومه بنویسید و بعد ایمیل توش نباشه. من اخیراً یه کسی بهم یه کارت ویزیت داد، بعد من دیدم مثلا ایمیل نداره، فقط شماره تلفنه، کانادایی هم بود. کارت رو انداختم بیرون، یعنی اصلا نگاش هم دیگه نکردم. به خاطر اینکه این روز هم شما باید تلفن داشته باشید، هم تلفنتون بایستی مسیج گیر داشته باشه، هم بایستی یک آدرس داشته باشید، هم آدرس پستی و هم آدرس ایمیلی که بتونن با شما صحبت کنن. پس این یکی از شاخصهای رزومه است. تمام اسکیلاتون رو که با اون کار مرتبط هست بنویسین به صورت بولتوار. مثلا توضیح داده که من مدلر میخوام، شما بنویسید که I am familiar in depth knowledge of building information modeling and Revit. In depth knowledge or experience or hands on experience. حتما باید اکشن ورب داشته باشه. من اکشن وربار اگه باورتون بشه یا نه اینجا اصلا پرینت کردم زدم جلوی میزم. ببین مثلا یه کاغذی همه اینا اکشن ورب. حالا من چون بک‌گراندم چیزه، من این بک‌گراند رو اگه بردارم خواهید دید توی ویدیو. ما بیایم بک‌گراند رو برداریم. الان دیگه باید تو ببینید. بفرمایید. یعنی اکشن ورب یه چیزیه که باید همینجوری جلوی چشم شما باشه. من این همیشه اینجا دارمش وقتی میخوام یه چیزی بنویسم، حتی برای دانشجوام میخوام یه مطلبی رو بزنم، از این اکشن ورب‌ها استفاده میکنم. نمیشه بدون اکشن ورب. حتما بایستی توضیحات شما در رابطه با اون اسکیلزی که دارین کامل باشه و توضیح بدهد که شما چیکار کردید.
related work experience و نقش شما. اینو برگردم به اون سوالی که توی چت باکس بود. برای من نوشته بودید که خیلی ها هستند که بله مثلا کار تیمی بوده، معماری کار تیمی بوده، بقیه داشتن کار میکردن و منم کار کردم، حالا من باید اینجا چی بنویسم؟ ببینید نقش شما این بوده که تیریدی شو کشیدی، نقش شما این بوده که دیزاینش کردی، هم دیزاین کردی هم تیریدی کشیدی. نقش شما این بوده که مثلا کار فتوشاپش انجام دادی. نقشتون رو باستی اونجا توی اون پروژه توضیح بدهید، خیلی ساده با جملات خیلی کوتاه. A brief description of your project. این پروژه مثلا اسکلتش چوبیه، اسکلتش فلزیه، اسکلتش آهنیه، متراژش چقدر هست، چند طبقه هستش، در کدوم اقلیم بوده، آکیوپنسیش رزیدنشیاله، مدرسه است، بیمارستانه، اینتریور دیزاینه. اینو باید خیلی خلاصه توی پاراگراف براشون بنویسید که اینها متوجه بشن. و حتما اگزاژره نکنید، یعنی خیلی زیاد هم ور ندارید یه جوری بنویسینش که دیگه اینا انقدر بترسن که دیگه سراغ شما نیان. این خیلی مهم هستش. حتما تکنیکال ترمینولوژی درست استفاده کنید. خیلی هستن میگن که من تو فاز 1 این پروژه و بعد می‌نویسن فیز 1. این اصلا تو انگلیسی معناش چیز دیگه است. فیز 1 یعنی تیکه اول پروژه. مثلا یه ساختمونی 5 تا قسمت اولشو که میسازن تمام میشه بهش میگن فاز 1 پروژه تموم شد. مثل شرک اکباتان نبود میگفتن فاز 1 فاز 2 فاز 3. تیکه های پروژه رو بهش میگن فاز 1 فاز 2 فاز 3. بنابراین اصلا از این کلمات که از فارسی به انگلیسی ترجمه نکنید. حتما با کسانی که دور اطرافتون هستن، بچه‌ای که یه ذره تجربه بیشتری دارن صحبت بکنید، بذارید که اونا ببینن. به هر حال من سعی میکنم که توی همین جلساتی که داریم تا اونجایی که وقت داشته باشم کمکتون کنم که تکنیکال ترمینولوژی های اشتباهی رو ننویسید و سعی کنید تکنیکال ترمینولوژی ها رو از توی جاب پستینگ وردارید و اینجا استفاده کنید. از خودتون چیزی در نیارید. خب رسیدیم به سروی بعدی. بذارید من ببینم که چجوری میتونیم این سروی بعدی رو، فکر میکنم که بریم توی پولز، بعد برگردیم توی این پول شماره 2 رو من لانچ کردم. پول شماره 2 رو میبینین الان؟ بسیار عالی. What is your favorite topics to discuss for coming sessions? دوست دارید در مورد چی صحبت کنیم؟ رزومه، پورتفولیو، اینترویو، architectural education, salaries and financial benefits یا expectations. What is your opinion about the quality of this session? Multiple choice. هرچی که هست لطف میکنید مینویسید و بعد هم please provide your feedback. میتونید short answer بنویسید، پیشنهاد بدین. هر آنچه که هست خوشحال میشم که نظراتتون رو داشته باشم. اینم پر کنیم تا بریم برای کلوزینگ جلسه و بعدم باز دیسکاشن، یعنی اگر سوالی چیزی باشه حتما جواب خواهیم داد. محمد عزیزم که گفت انتقال تجربه میخواد بکنه، خوشحال میشیم که ایشون رو هم نظراتشون رو داشته باشیم. حتما دلم میخواد که پارتیسیپیشن داشته باشید که محمد جان اولین چراغ روشن کرد. خیلی هم عالیه. سوالاتتون رو بپرسین، هیچ چیز نداشته باشین. میتونید توی تلگرام سوالاتتون رو بپرسین. من حالا کانتکت اینفورمیشن رو براتون میگذارم اینجا که اونجا هم باشه. نکته ای رو که میخواستم عرض بکنم این هستش که همه ما در حال رشد هستیم و یه روزی این کامیونیتی که ما توش هستیم خواهد درخشید و یک تأثیر بسیار مثبتی رو ما نه فقط در کانادا بلکه در دنیا، منظورم متوجه میشید، خواهیم گذاشت. و من خواهشم این هست که در طول این مسیر علیرغم تمام سختیاش از تک تک لحظاتش لذت ببریم. چون اگر یاد بگیریم که ما لذت ببریم از این قدم‌هایی که داریم برمی‌داریم، نهایتاً هم زندگی کردیم و هم اینکه موفق شده ایم. این هم کانتکت اینفورمیشن هایی هستش که دوستان پرسیده بودن. لینکدین میتونید با من تماس داشته باشید، ایمیل اگه دوست داشته باشید میتونید تماس داشته باشید. در تلگرام هم آیدی من هستش @mehdi_zahid_arch. اگر که اونجا هم برای من پیغام بذارین، چون بعضی وقتا توضیحاتش خیلی میشه من بخوام تایپ کنم وایس میذارم، کارتون رو میبینم وایس میذارم. اینم یه روشی است که من فکر میکنم کار میکنه. تا الان من چند ساعت وایس گذاشتم خدا میدونه. بچه‌ها از چندین سال پیش همجوری سوال میپرسن، من براشون سعی میکنم با وایس جواب بدم. نظرات من رو خالصانه و دوستانه در نظر بگیرید. اگر نقدی میکنم نقد سازنده میکنم، از من به دل نگیرید.
و خواهش من این هستش که اگه میگم که نه این به درد نمیخوره، بهتون بر نخوره، بگید خب حالا چرا به درد نمیخوره، بگو تا درستش کنیم، بعد با هم دیگه آروم آروم میبریمش جلو. این هم از این زاویه. بریم جلوتر. دیگه چیز دیگه من ندارم اینجا که با شما شیر کنم. اسلایدها رو میبندم، برمیگردیم به صفحه. حالا یه سری سوالات توی چت باکس بوده، من میترسم که گم کنم. بذارید من از ابتدا بیام. اگه بتونیم فایل پاورپوینت رو براتون بفرستم حتما. این کار اگر بتوانید فایل پاورپوینت رو اینو که برای اول جلسه بود، ببخشید، پس این هیچ. ساعتش گفتن خیلی خوبه، عالیه، بسیار عالی. سوال پرسیدن، این مسیج دایرکت بوده که براتون مقدور هست که رزومه ما رو ببینید، اگه بفرستیم براشون بگید مشکلش کجا هست. من تا اونجایی که بتونم چشم بفرستید، من وایس میذارم براتون، کمکم میکنم به جای دیگه که براشون تایپ میکنم بهشون میدم، اونا ایمیل میکنن، ولی اگه مستقیم برای خودم هم بفرستید میخونمش. اگه چیزی به نظرم برسه هایلایتی که یه چیزی خیلی توی ذوق بزنه، یکی از مواردش اینه که عکس مثلا بچه‌ها میذارن. عکس رو نباید بذارین، عکس توی رزومه معنا نداره. اینجا کسی اگه بخواد عکس شما رو ببینه، میره لینکدینتون رو میبینه، اونجا میتونه عکس شما رو ببینه. اگر نه اوورال عکس خیلی درست نیست. این رو جواب دادم. پرسیده بودن که جسارتا تا کارهای معماری چون کارهای معماری گروهی است و پروژه‌ای که من داخل پورتفولیو میذارم لزوما 0 تا 100ش کار خودم نیست، به عنوان کار گروهی گذاشتم. درسته، عکسشو میذارین، بگید این پروژه‌ای بوده که من توش سمت کانترکتور بودم، ما کارهای سنگ نمایی اینو انجام دادیم، ولی یه برج مثلا 18 طبقه است، مهم نیست، ولی باید توضیح بدید، بگید توی این ساختمون این بخششو من کار کردم. خیلی منطقیه، خیلی هم عرفه. باز یه سوال دیگه مستقیم اومده که باشه، سوال پرسیدن که ممکنه به درد دیگه بقیه دوستان نخوره، میخوام جدا بپرسم، بعداً جدا بپرسید، برام وایس بذارید، من جواب میدم. تاثیر هوش مصنوعی در حال حاضر در بررسی رزومه معماری چیه؟ خیلی به نظر میرسه که اچ آر خیلی از این تول دارن استفاده میکنن و فوق العاده باب شده. پیشنهاد میکنم که حتما توی لینکدین لرنینگ یک کورس AI یا 2 تا 3 تا کورس AI بگیرید. لینکدین لرنینگ مجانیه. اگر کارت کتابخونه داشته باشید، میتونید با کارت کتابخونه شهر وارد لینکدین لرنینگ بشین، کورسش رو بگذرونید و بعد وقتی که سرتیفیکیت میگیرید، اون سرتیفیکیت رو هم میتونید توی لینکدینتون شیر کنید با دیگران که بگید من فلان کورس رو گذروندم. بنابراین لینکدین لرنینگ، کورس AI بگیرید، بخونید، یاد بگیرید. من بیش از این نمیخوام نظر بدم چون تخصص من نیست، ولی قطعا شرکت ها از هوش مصنوعی استفاده میکنن برای اینکه 100 تا 200 تا رزومه براش میرسه، اصلا فرصت نداره اینا رو بشینه همه رو بخونه. پس اجازه میدید واقعا یه توضیح کوچیک این وسط بدم، سریع و بفرمایید، ممنون میشم. بفرمایید. چند تا از مشاورهای کاریابی که صحبت کردن، حالا چه نورتین پکشور بود چه ورک بی سی بود که صحبت کردم، به بخش رزومه های معماری که می‌رسید که یک حالت گرافیکی داشت، لوگوی اسم من گوشش مثلا بود و اینها، همون حرکتی که شما گفتین رو میگفتن که نه اصلا نباید اینطور باشه. مخصوصا تاکید جدیدشون این بود که مخصوصا AI الان نمیتونه حتی رزومه هایی که 2 تا ستون نوشته شده، چون معمولا ما میایم 1/3 2/3 تقسیم میکنیم، یه قسمت تیره تر یه قسمت روشن‌تر، میگه نه اصلا AI نمیتونه اینو تو 2 تا ستون تشخیص بده و فقط خطی سرچ میکنه. شما اصلا نمیتونید همچین حالت گرافیکی رو ارائه بدی، یا حتی مثلا مهارت هامون رو به حالت بار میفرستادیم، دایره هایی که تا چه درجه مهارت، گفت تمام اینا رو حذف کن چون تمام کانفیوزینگ میشه. برای همین من سوالم اینجا پرسیدم که تجربه خوبیه، نه خیلی هم عالیه، نه تجربه خیلی خوبیه. ببینید شما وقتی که دست اول تجربه دارید، من که ادعا ندارم که همه چیزو بلدم، شما این تجربه رو گفتید، الان بقیه دوستانم میشنون. آدم یه جاییه میخواد مستقیم پاشه بره تو شرکت، اون رزومه رو پرینت کردی میخواد بدی دست یارو، اونو خب قشنگه که دیزاین شده باشه. اگه شرکت بزرگه و احساس میکنید دارید برای یه جایی میفرستید که ممکنه با AI اینا رزومه شما رو سانیتایز بکنن، پس حرف شما 100% درسته و اگه ایمپلویمنت سنتر بهتون اینو گفته، رزومه براشون ارائه بدیم، یکی آنلاین بسیم حالت ساده و یکی خب گرافیکی حالت این پرسون. تشکر. اینم راه خیلی خوبیه. خیلی ممنون از انتقال تجربتون نسیم خانم. بفرمایید الناس خانم، شما
دستون بالا. ببخشید من مجدد گفتم یه نکته به ذهنم رسید. من با چت جی پی تی خب خیلی استفاده میکردم، یعنی واقعیتش من دانشجوی مسترم، منتها رشتمون هست تکنولوژی اینویشن منیجمنت، خیلی با ای آی تو درسمون باید کار آفرین. کنیم. بعد حالا اگه دوستان کسی چت جی پی تی 4 داره، یه پلاگین داره، یه قسمتیش مربوط میشه به اینترویو و مربوط میشه به رزومه نوشتن. من خودم خیلی استفاده کردم، به خصوص تو اینترویوام خیلی کمکم کرد این چت جی پی تی 4. و اگه دوستان خواستن مثلا میتونن حتی رزومهشون رو با چت جی پی تی خیلی ببرن جلو، خیلی کلمه های کلیدی خوب استفاده میکنه. بعد میگه که حتی جاب دیسکریپشنش هم اگه مثلا جایی میخواین اپلای کنین برا من بفرستین، بعد شما جاب دیسکریپشن رو میفرستین و اون باهاتون البته تایپی ها، ولی شروع میکنه براتون مصاحبه ماک اینترویو در حقیقت باهاتون جالب. انجام میده. بله گفتم اگه کسی چت جی پی تی 4 داره، اینم جزء پلاگیناش هست. من نمیدونستم و این خب خیلی نکته خوبیه. چت جی پی تی پلاگین 4 میتونه برای شما ماکاپ اینترویو درست کنه. من اینو نمیدونستم، خیلی هم عالیه. اگه دوستان دوست داشته باشن، چت جی پی تی 4 به نظرم پولیه، درسته؟ چت جی پی تی 4 پولیه ولی میشه اشتراکی استفاده کرد. بعد فقط پلاگینش رو باید اد کنن، پلاگین مستر اینترویو، و یه خیلی رنج گسترده‌ای داره فقط برای رزومه. اگه کسی خواست مثلا میتونه اونجا استفاده کنه. خیلی چیزای جالب، کلمه‌های خیلی خوبی استفاده میکنه. بسیار عالی. خیلی ممنون از اینکه تجربتون رو اشتراک گذاشتید. متشکرم. یه نفر دیگه باز اینجا پرسیده بودن که لینک گروه تلگرام رو خواسته بودن. من فوروارد کردم لینک گروه تلگرام بچه‌های اونتاریو رو براشون گذاشتم. جای دیگه هم هست، حالا مثلا VPA که ونکوور پرژین آرکیتکتس هستن، پرژین کانادین آرکیتکتس PCA هستش. اینها من فکر میکنم آروم آروم اگر که توی همین تلگرام یه ذره سرچ بکنید میتونید خیلی از این گروه ها رو پیدا کنید. معمولا هم بچه ها دیگه، حالا بخصوص که توی اونتاریو یه گروه جدیدی زدن، سعی میکنن که مثلا چیزایی که لوکال باشه دیگه. این هم هست. حالا امیدوارم که این لینک هایی که اینجا گذاشتیم مورد استفاده واقع بشود. یه چند تا باز پایینتر من نیو مسیج دارم میبینم. منصور خانم لطف کردن یه تعدادی از این تلگرامی ها رو گذاشتن. بله خیلی ممنون. ببخشید من یه ذره زود نتیجه گرفتم، نیومدم پایین. این گروه تلگرامی که پرسیده بودید رو براتون گذاشتن. اکشن ورب لیست رو به نظر من شما سرچ کنید، بزنید action verbs used in writing resume. اینو سرچ کنید حتما به دست بیارید. مال من مال چیز هستش، مال کورس دیسکریپشن رایتینگه، چون من کورس دیسکریپشن می نویسم، هر روز باشون کار میکنم. بنویسید action verb used in resume writing، سرچ کنید حتما پیدا میکنید. اصلا یوتیوب که اینجا بازه دیگه، این دانشگاه است، راحت میتونید اینا رو پیدا بکنید. توی اون لینک مال پندم که براتون گذاشتم یه صفحه ای رو کامل میتونید اونجا پاز کنید، نگاش کنید. تمام اکشن وربا رو اونجا بچه‌ای برای رزومه هست و اونجا گذاشتن. اینم جواب سوال خانم پیرولی. بریم جلوتر. ببخشید بذار این لینکش رو سرچ کردیم گذاشتیم دیگه. آره من فکر میکنم آقای متین اگر که گرفتین جوابتون رو که گرفتین دیگه، لینکی که میخواستین گرفتین. خب نیستن ظاهر. بله ممنونم آقای دکتر. خواهش متشکرم. میکنم، مرسی عزیز دل. یه سوال پرسیدن، خیلی سوال خوبیه. در ادامه رزومه نمونه کارها هم بذاریم یا نه؟ اگه خواستن بذاریم. در پایان رزومه اصلا نگذارید. بنویسید references and portfolio available upon request. References and portfolio available upon request. وقتی که لازم داشتن به شما میگن، شما میزنید. خیلی هم عالی میشه. مدرک CACB گروه لینکش رو گذاشتن منصور خانم و گروه اینترنا رو گذاشتن. خیلی ممنونم، دستتون درد نکنه. سوال دیگه زهرا خانم پرسیدن که برای تحصیل در خارج چه چیزی رو پیشنهاد میکنید؟ ببینید این خیلی سوال شخصی هست. شما باید ببینید که چه رشته رو دوست دارید. آیا کانستراکشن منیجمنت دوست دارید؟ آیا اینتریور دیزاین دوست دارید؟ آیا آرکیتکچر دوست دارید؟ من خودم
چون تو کالج خیلی از نزدیک با همه اینا در ارتباط بودم، واقعا همشون عالیه، همشون میتونن شما رو به جاب برسونن. بنابراین نگاه کنید ببینید علاقتون چی هست. معمولا کالج ها یک اوپن هاوس میگذارن، 2 روز در سال شما میتونید برین با تمام رشته ها صحبت بکنید تو اون منطقه‌ای که زندگی میکنید. اگه اتاوا تشریف دارید بیارید آلگالپوئن، اونجا ما چیز داریم، اوپن هاوس داریم، میتونید تشریف بیارید، با تک تک میز میذارن، دونه دونه با رشته‌های مختلف حرف بزنید، ازشون بپرسین، بروشور بهتون میدن، استاداش هستن، میتونید قشنگ سیر تا پیاز اون رشته رو بپرسید که اینم خیلی عذر عالی. میخوام آقای دکتر، جانم. الان همین موردی که شما فرمودید تدریس میکنید که دیتیل های ساختمون رو باهاشون کار میکنید، الان عنوانش چی میشه؟ معماری، آرکیتکچرال تکنولوژی، آرکیتکچرال تکنیشن، رشته مرسی. معماری هستیم ما. شکر. رسیدم به تکس حامد عزیز. سلام حامد جون، خیلی ممنون از اینکه امشب اومدی، لطف کردی. اگر که سلام آقای دکتر، خیلی شرمنده، من واقعیتش اصلا خیلی دیر رسیدم منزل، نتونستم سر موعد برسم. خیلی دوباره تشکر میکنم از بابت تمام راهنمایی‌هایی که کردیم. یعنی من یادم نمیره 6 سال پیش من اولین بار تماس گرفتم دوستان با آقای دکتر و اون موقع ادمونتون بودن و خیلی وقت میذارن، خیلی راهنمایی میکنن. اصلا واقعا موجود یگانه ای هستین دکتر. لطف دارید. ایشالله شما همیشه بچه ها رو دارین پیش میبرین. واقعا ببینید ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. بعدم این که ما اگر ایرونی هستیم، اگه قلبمون برای هم میتپه، اگه تیم ملیمون گل میزنه هممون خوشحال میشیم، اگه مهدی طارمی با همه اون اخلاق عجیب غریبش میشینه گریه میکنه، ما هم پشت تلویزیون میبینیم گریهمون میگیره، بنابراین این نشون میده که ما یه چیزی تو خونمون هست که مجبوریم به هم کمک کنیم و باید کمک کنیم، این وظیفه ماست. و من فکر میکنم که یه مقدار زیادی از پروفشنالیزم رو بچه‌ها اینجا تجربه میکنن، با این گفتگوها تجربه میکنن، از هم یاد میگیریم. عقل جمعی بسیار میتونه به ما کمک بکنه. همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز زاده نشدند. من هیچ ادعایی ندارم که من همه چی رو میدونم، ولی چون یه چند صباحی زودتر از دیگر دوستان اومدم، 4 نفر دیگر هم دیدم، تجربیاتم انتقال میدم و هم یاد میگیرم، هم لذت میبرم و هم امیدوارم که همتون موفق باشین. شما فوق العاده این آقای دکتر، بازم تشکر میکنم. فقط یه پرانتز خیلی کوچیکی این وسط بگم که دکتر یه نشانه‌هایی حالا در من دیدن، یه جوری گفتن که تو میتونی جای دیگه هم حتی مشغول بشی. مثلا من بیزنس خودم رو زدم، کار رنوویشن میکنم، در صورتی که منم مثل خیلی از شماها دوستان که ایران بالای 10 سال شاید سابقه هم کار طراحی داشتیم هم کار اجرا داشتیم. ولی خب به هر حال به قول حالا اینجا بریم مارمولک میگن راههای رسیدن به خدا به تعداد آدماست. اینجا واقعا اصلا نمیتونیم مثل ایران بگیم که ما میریم اونجا فقط این کارو میکنیم ولا غیر، اسم ما اینه. و بسیار 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 گسترده‌تر همینجور که آقای دکتر گفتن و هر کسی. اما نکته که دکتر گفتن خیلی فوق العاده است، اینکه اول یه شناختی پیدا بکنیم که خودمون رو پیدا کنیم که کجا هستیم. من شاید خودم مثلا کلاس مسعود جان رو گذروندم، کلاسای سیت رو گذروندم، کلاسای حتی عملی سیت رو رفته بودم که بدونم مثلا اینا سیستم اصلا کارشون توی قسمت اجرایی چجوریه و دیدیم که چقدر اینا میتونه با آدم شناخت بده که مثلا میخواد کجا وایسه، نه هم کجا هست و مثلا دوست داری که کجا باشه. یه مسئله دیگه هم این که یه چانسی به ما رو کرده که ما مهاجرت کردیم، شاید بد نباشه به خودتون یه فرصتی رو بدین اون جاهایی رو که مثلا توی ایران بنابر سیستم رفتین جلو، اینجا یه گزینه‌های دیگه‌ای رو هم استفاده بکنین. مثلا خیلی کار طراحی می‌کردین، دوست داشتین کار اجرا بکنین، فقط کار اجرا بدین اینجا، کار طراحی رو بذارین مثلا یه خورده ببرین در حاشیه. میدونین یعنی یه تولد دوباره ای هم بهش فکر بکنین که میتونین با اون شناختی که الان دارین یه جورای دیگه‌ای هم مثلا وارد کار بشین. خیلی دید میده با آدم. آفرین این خیلی درسته. یعنی این که ما که حالا که مهاجرت کردیم یه جوری کیلومتر رو صفر کنیم، بعد باز به خودمون این فرصت رو بدیم. من مثلا همیشه در زمان دانشجوییم طراحی میکردم فلان فلان، ولی آرزو داشتم کابینت ساز بشم، هیچ وقت نشدم. حالا برم امسال یه سر دنبال کابینت سازی ببینم شاید من تو این تالنتم بتونم پیدا کنم. و این خیلی خوبه که ما یه جمله قشنگی چارلز داروین داره، میگه در بین گونه ها among species neither strongest nor smartest
نه اونی که از همه قوی تره، نه اونی که از همه باهوشتره. But the ones who are most adaptable will survive. اونهایی باقی میمونن که بتونن ادپتبیلیتی داشته باشن. ما با محیط جدیدمون مجبوریم ادپتبیلیتی داشته باشیم. ما باید با محیط جدیدمون با این فضای جدیدی که اومدیم بتونیم خوب بگیریم و باید به هم کمک کنیم. هیچ چاره‌ای نداریم. ما هممون باید موفق بشیم. درود بی پایان بر شما دکتر. خواهش میکنم، بزرگوارید. خیلی خوشحال شدم که امشب لطف کردین تشریف آوردید. واقعا هر کدوم از دوستان که میان من رو خوشحال میکنن. حالا حامد عزیز که میگه 6 سال پیش، من که اصلا یادم نیست که اینقدر سریع 6 سال گذشته، فکر میکردم همین پریروز بوده. ولی همین طوریه دیگه، ذره ذره جمع میشه، بعد ما یهو نگاه میکنیم میبینیم که به به هممون موفق هستیم و به هم کمک کردیم و یک مسیر رو با هم رفتیم و لذتش رو بردیم. و خوشحال میشم که این امکانات هست که ما میتونیم ضبط کنیم، میتونیم در اختیار دیگران بذاریم، بعدیا هم ببینن. ویدیوی قبلی رو اگه ببینید در رابطه با کانتریبیوشن بود. این جلسه ما در رابطه با رزومه صحبت کردیم. آنچه که من میبینم هولوش 40% خواستن که در رابطه با بحث اینترویو صحبت بکنیم، 33% خواستن که باز پورتفولیو رو بگیم و حدود 20% هم خواستن که آرکیتکچرال ادویکیشن رو در موردش حرف بزنیم. من فکر میکنم که حالا باز برین استورمینگ میکنم با علی عزیز، صحبت خواهم کرد سر این قضیه. فکر میکنم که بحث اینترویو بحث خوبی باشه که ما ببینیم سوالات که ممکنه توی اینترویو مطرح بشه چیا هستند و شما چطور میتونید از پس اینترویو بر بیایید، یا اگر احیانا کسی نظری داشته باشه بدونه که مثلا ما میخوایم تجربه ای دارن روی اینترویو و دلشون میخواد که صحبت کنن، لطف کنید به من پیغام بدید، بگید من دوست دارم توی جلسه بعد صحبت کنم. من بیشتر دلم میخواد که این جلسات رو راه بیاندازیم برای اینکه این گفتگوها شکل بگیره، من متکلم وحده نباشم، بیشتر از تجربیات همدیگه اینجا استفاده بکنیم. و کانتکت اینفورمیشن هم که خدمتتون عرض کردم. فکر میکنم جلسه آینده رو بریم با بحث اینترویو اگه همتون موافق باشید. بسیار عالی. اگر سوالی نیست که ما جلسه رو ببندیم. اگر هم که هنوز سوالی هست، محمد گفته بود که میخواد یه چیزایی رو بگه. اگر که حوصله‌شو داری، دلت میخواد حرف بزنی، با کمال میل. اگر براتون مقدور هست، حالا نه این جلسه حتما، ولی جلسات آینده، که کامراتون رو روشن کنید که ما یاران چون به اتفاق میاد کنند خود را به جمال یکدیگر شاد کنند. خوب میشه که همدیگر رو ببینیم و حداقل اگر یه روزی روزگاری یه جای توی منطقه این فرصت پیش اومد که از نزدیک همدیگر رو ببینیم، حداقل همو بشناسیم. محمد عزیز، ما منتظریم. خواهش می‌کنم. بازم ممنون از پرزنتیشن عالیتون. من سعی میکنم فقط به صورت چند تا کامنت عرض کنم خدمت دوستان و صرفا هم رزومه نیست، بخش مختلفی که شما میفرمودین من فقط به نظرم اومد شاید بتونه کمک کنه به بقیه دوستان. خب مسلما رزومه در حد همون 2-3 صفحه لازمه. شاید من یه دید فردی متفاوت داشته باشم. اون بخش هایی که به عنوان تصویر قبلا ما عادت داشتیم که در رزوممون جا بدیم و همینطور که دوستمون گفتن AI نمیتونه اونها رو بخونه. درسته. بد نیست اگر که حالا صفحه سوم باشه یا اگه به صورت الکترونیک وجود داره لینک اون رو اونجا بذارید که اینها بتونن ببینن. وقتی که به یه دفتر معماری حالا شما ببینید برای پوزیشن که الانم خیلی رقابتیه، من حالا GTA رو دارم مرز میکنم، 100-150 تا رزومه میرسه، خب به هر حال خیلی هم سخت به خودش نمیگیره HR دیگه. از بین اینا باید مثلا 10 تا رو در بیاره و بعد حالا برای 5 تاشون مصاحبه بذاره. مورد کیوردها و اکشن وربا رو شما فرمودید. ببینید ستلمنت سرویس همینطور که شما در اتاوا گفتی، دوستانی که سمت GTA هستن میتونن پیدا کنن که کارگاه های مثلا رزومه نویسی و اینترویو براشون داره. اگه تازه وارد هستن میتونه بهشون کمک کنه. یک ستلمنت سرویس JVS هست که برنامه آی پلان داره برای آرکیتکت هایی که از اوورسیز میان و اونو میتونن شرکت کنن. فکر میکنم که سمت دافرین و بترس بود. کاملا اگر درسته. که بله JVS رو سرچ بکنن احتمالا میتونن پیدا کنن. و هامبر کالج هم همینطور یک دوره بریجینگ مشترک داشت برای مهندسین و معماران. فکر میکنم رایگان هم بود یک زمانی، الان هم باید به همین ترتیب باشه. اگر PR باشن بله رایگانه.
بله بله برای باید پی PR ها. آر باشن. الان من البته لینکشو من میذارم. البته فکر میکنم ببینید من اطلاعاتم مال الان نیست، چند سال پیشه یه مدت بود که به یه برسری میدادن و اونو حذفش کردن. فکر میکنم 2 تا 3 هزار دلار الان رایگان نیست هامبرگ کالج دورشون. 3,000 هزینهش تاست دیگه. 2000 تا هست. بله. خب نسبت به آنچه که یاد میگیرن یا اون کانکشنی که توی JVS اتفاق میفته و خب بعد میتونن راحت وارد بازار کار بشن. من اون موقع یادم هست که خیلی روی آیپلن تاکید میکردن. دفتر معماری که میخواستن بچهای ایرانی رو بگیرن چند تا دوره خیلی خوب از کار در اومده بود و خیلی روی مسئله تاکید میکردن. ببخشید من اگه دارم تکراری عرض میکنم خدمتتون، دراپ آف کردن ایمیل و فرستادن رزومه و ایمیل کردنش خب اونم خیلی میتونه کمک بکنه، ولی اگه حضورا تشریف میبرید یکی کالچرال بریر و 2 لنگویج بریر رو سعی کنید حداقل باهاش یه مقدار کار کنید. یعنی وقتی که میاد اونجا باهاتون صحبت میکنه، دست میده، اینها مواردی نباشه که اگه بعضا شما رو هم بخواد استخدام بکنه بعد نظرش برگرد. اینو دقت بفرمایید. و حالا از هر کدوم از این شرکت های حتی در و پنجره سازی هم میتونید شروع کنید و بعد به شرکت های شاید مثلا کور، آیکن، هری پونتریری، اینایی که شاید بیس ایرانی هم دارن و بچه های ایرانی خیلی توشون کار میکنن راحت تر بتونید کار رو پیدا بکنید. و آی دکتر ببخشید من چند تا دوره از جورج براون رو داشتم، اجازه میفرمایید که بتونم برای دوستان معرفی کنم؟ حتما، چرا که نه. اگر که لینکاش هم آماده کرده باشید و مثلا کات و پیست کنید اینجا توی چت بذارید، خب طبیعتا دوستان میتونن مستقیم برن روش. ولی حالا اگه اسماش هم بگید منم اینجا سعی میکنم کمک کنم. مثل الان JVS و لینکش رو من پیدا کردم گذاشتم، اگر میتونن که بچه ها شما دوستان لطف استفاده کنید کنن. بفهم. ممنون میشه. من از تخت خواب و دوره سرماخوردگی دارم میام هی و روی جان، موبایل ایشالله هستم. که ایشالله که زود خوب بشی. سلامت باشید. ام، ام، ببینید کورس T403 403 T for Tango 403 کالج جورج براون کانستراکشن منیجمنت هست که کوآپ داره و 3 تا سمستره. ورودش یکم سخت‌تره چون خیلی رقابت پست گرجویت دیپلوما هست و معمولا بچه های معماری که توی فیلد بودن یا عمرانی هایی که توی فیلد بودن خیلی علاقه دارن اینو شرکت کنن. خیلی رقابتیه ولی اوسط میگیره تو اون ترمی. یکی دیگه تی فور تنگو 412 هست، بیم منیجمنت. این هم باز به همین ترتیب 3 تا سمستر 1 ساله است و باز رقابتیه بین بچه‌هایی که میخوان اونم پست گرجویت دیپلماست که میخوان تو آفیس کار کنن و دوستانی که میخوان بیزینس خودشونو داشته باشن، حالا حتما نباید که یه جا بره کار کنه و یه آشنایی داشته باشن. تی 408 Residential Construction Management، این هم بازی آشنایی داره بهشون میده با سیستم حداقل مسکونی اینجا. این هم به نحوی شاید بتونه کمک بکنه. و البته اگه وبسایت Continuing Education جورج براون رو نگاه کنید، یک سری دوره های Continuing Education چیز دیگه، کلاس های اکابر هست، بعد از ظهرها هست و به صورت آنلاین برای ما که سنمون من هم دوره من که این مقدار خوب شد بالاتر از دوستان تازه وارد هم هست. شما اونجا میتونید کورس های مختلفی رو ببینید و آنها که منتهی میشن به یه سرتیفیکیت مثل پراجکت منیجمنت یا آرکیتکچرال تکنولوژی. اگه یک کورس یا 2 تا کورس میخوایم بردارید شاید، البته خیلی گرونه، $500 واقعا بابت این کورس پول زیادی هست. میتونید بردارید و آشنا بشین. بهتر از این هست که زمان از دست بدین، حالا مثلا 3 ماه 4 ماه دیگه بخواد یه اتفاق بیفته. همینطور که آقای دکتر گفتن یک کورس یا 2 کورس خیلی میتونه تأثیر بذاره توی این قضیه. من یه داستان از خودم عرض کنم. من حالا بفهم. دفعه اولی که مهاجرت کردم هر کجا که بود، من اول این ماه رسیدم و وسط ماه دیگه کورسای کالج شروع میشد و خب هیچ کس هم نبود که واقعا این اطلاعاتو بده. من از اونجا شروع کردم خودم و خیلی بهم کمک کرد. و یه داستان دیگه هم از خودم، یک دفتر معماری بود به حد مثلا 10 دقیقه پیاده تا دفتر تا خونه من راه داشت. من چندین ماه داشتم در یه وبسایت اونجا اپلای میکردم مثل ایندید و
تمامی قصه‌هایی که اونجا وجود داشت هیچ موقع نرفته بودم در بزنم، یعنی اون فکر رو نمی کردم که حالا امکان داره اینا در به روی ما اینقدر باز باشه. و یه روز که داشتم میرفتم خرید کنم رفتم در زدم و خب گفتم من مثلا اینطوری هستم و این چیزها رو بلدم، میخوام رزومه‌مو جا کاف کنم اینجا اگه که مسئله نباشه. بعد شد در باز شد و همون موقع منو مصاحبه کرد و به من گفت اگر میتونی از اول هفته بعد بیا. خب نمیتونستم و اول ژانویه شروع کردم به همین سادگی و چندین ماه مثلا دنبال کارهای مختلف و کالج هم شاید اصلا نیاز نبود و این خیلی کمک میکنه و شاید فرستادن ایمیل ها 100 جا 200 جا 300 جا جای آخر کمک میکنه. و برای کلاس زبان هم خب دوستان احتمالاً با لینک و اگه ستلمنت سرویس رفته باشن با لینک آشنا هستن و JVS کلاس زبان تخصصی معماری ارائه میداد، احتمالاً هنوز هم ارائه میده، و کلاس های OSLT اوفورنج سم لیما تنگو OSLT رو اگر که سرچ بکنید تا حدی کمک میکنه برای اگر اون کالچرال بریری که وجود داشته باشه بتونه کمک بکنه هم از نظر زبانی هم رفتار سازمانی. و آخرین مورد رو یکی از دوستان سوال کردن در مورد اینکه رزومه خودشون رو بعد از 10 سال 15 سال داونگرید کنن. ببینید این واقعا بستگی داره به اون کارفرمایی که شما دارید. اگه مثلا شما دارید میرید توی شرکتی که اکثرا ایرانی ها هستن و احیانا صاحبش هم ایرانیه، خب میدونه شما 15 سال اونجا رفته نبودی دیگه، دنبال این میگرده یک مثلا دیزاینر خیلی خوب رو استخدام کنه که حالا مثلا جای اینکه سالی 70 تا بهش بده بیا 2 سالی 40 تا فعلا کارو شروع کنه، وین وین باشه این قضیه. به این مثلا دقت بکنید که با کی دارید دیل میکنید، مخصوصا شرکت های بزرگی که در تورنتو هستن تعداد کسایی که ایرانی توشون کار کردن زیاد هست و این رو خب مد نظر داشته باشید. ببخشید یک مورد من از تو انداختم وقتی دوستان دارم میگیرم در مورد BCIN و یک سوالی در مورد کار گاورمنت داشتم. ببینید کارهایی که منیسیپالی شهرداری ها میگیرن و شما باید BCIN داشته باشید معمولا پوزیشن های پلان چکر هست، پلان اگزاماینر هست و بیلدینگ اینسپکتور، حالا یا انتری لولش که شما بیلدینگ تک بخواید باشه. حداقل باید یه لیگال رو داده باشید، یه 2 تا مثلا هاوس اسمال بیلدینگ رو داده باشید و رقابت میکنید با لوکال های اون منطقه شهرداری، مثلا با لوکال های واترلو، با لوکال های بری. این زبان و کالچر امکان داره که بسزا باشه و شما باید اون توانایی رو داشته باشید، اینقدر نقشه دیده باشید که بتونه اونو بررسی کنه و اعمال نظر کنید. یا نقشه یا آرکیتکت میخوای رد کنی، اونم دیگه خودش 15 سال این کار است دیگه، خب اون توانایی باید وجود داشته باشه وقتی میخوام برای اون اپلای بکنید. شاید بد نباشه این BCIN رو فقط برای اینکه بخواید با دفترهای نقشه کشی یا بعضا پیش PNG بخواید کار کنید و شما رو خیلی خوب آشنا میکنه با حداقل کد کانستراکشن و متریال رو شما جای دیگه هم میتونید یاد بگیرید. از اونجا شروع کنید و بعد حالا قدم های بعدی رو بردارید. آقای دکتر من عذرخواهی میکنم، سعی کردم خیلی سریع همینا رو عرض کنم، امیدوارم که خیلی تکرار مکررات نبوده باشه. خواهش میکنم، خیلی ممنون. نه تک تک اینایی که گفتید بسیار هم عالی هست. میپرسن که میشه لینکدینتون رو بفرمایید، دوست دارن که توی لینکدین متصل بشن با شما، اگر که لینکشو بذارید که خیلی عالی است و دوستان بتونید همدیگر رو توی لینکدین پیدا بکنید، خیلی خوبه. از اون طریق میتونیم در ارتباط باشیم. حقیقت این است که ساعت 10 شب هست، یه مقدار دیر وقته و من میخوام که اگه اجازه بدید جلسه رو ببندم و از حضور تک تک شما تشکر کنم. جلسه بعدی رو ما همونطور که وعده کردیم آخرین 4 شنبه هر ماه، اگر در ماه فوریه نگاه کنیم میشه 4 شنبه 28م. بنابراین از الان 5 هفته دیگه سعی میکنیم که باز مجدد دور هم دیگه جمع بشیم. اگر نکته‌ای در رابطه با بحث مصاحبه و اینترویو به ذهنتون میرسه، تحقیق کردید، چیزی پیدا کردید که براتون جالب هست،
حتما از قبل از جلسه یک ندایی به من بدید که من بتونم هماهنگ کنم با شما و فلور رو در اختیارتون بگذاریم که شما هم صحبت کنید. من بیشتر دوست دارم که این عقل جمعی ما رو جلو ببره. همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز زاده نشدند. اگر سوالی نیست، شب بر همگی شما خوش. قربون شما، مرسی از محبتتون. تشکر ممنونم دکتر عزیز. خسته نباشین. ممنونم. خیلی ممنونم. وقت همگی بخیر باشه. به امید دیدار مجدد. خیلی ممنون. خداحافظ شما. من این ویدیو رو به زودی آپلود میکنم روی کانال یوتیوب. خدا نگهدار. متشکرم. خدا نگهدار. مرسی دکتر، شبتون بخیر. خواهش می‌کنم. مرسی علی جان.